به نام خداوند مهربان، برادران خواهران گرامی و هموطنان و بینندگان ارجمند، امیدوارم که صحت و سلامت هستید و شامتون بخیر. امروز استاد محی‌الدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان در موضوع آیا حکومت بعد امامعلی رحمان نیز دزدی میکند صحبت خواهد کرد. پیش از آن که صحبت را با استاد بدهم میخواهم چند نکته را یادآور شوم. اول اینکه این صحبت ما در همین حال حاضر در محوره پیام تیوی و همچنین در رادیوی پیام پخش می شود. دوم نکته این است که استاد محی‌الدین کبیری یکی از سیاستمداران تاجیک است که هم وقتی که در داخل تاجیکستان بودیم و همچنین در دیار هجرت با مردم صحبت‌های انجام می‌دادند و حالا هم انجام می‌دهند. وقتی که در تاجیکستان بودیم در استاد هر ماه یک بار در قرارگاه مرکزی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واقع در کوچه بربد شهر دوشنبه با مردم صحبت می‌کردند و حالا هم در هجرت هم با صحبت‌های آنلاینی با مردم انجام می‌دهد. انشاءالله هر هفته روزهای دوشنبه در همین وقت در همین کانال یوتیوب کانال پیمان ملی تاجیکستان انشاءالله صحبت‌های خاص در موضوعهای خاصی با مردم خواهد کرد، مگر در حالت‌های استثنایی که این را گفته نمی‌توانیم. شاید در اون حالت‌ها این صحبت‌ها صورت نگیرند. فرمت برنامه همین است. فرمت صحبت این است که اول استاد محی‌الدین کبیری در حدود چند دقیقه موضوعی که انتخاب شده است اون را مطرح میکنند و بعد اون بینندگان میتوانند به شکلی که اونهایی که پیشتر سوال‌ها و فکر و نظرهایشان را روان کردن اونها مطرح کنند و همچنین میتوانند که به طور زنده وارد برنامه شوند و فکر و نظرهای خود را بگویند. ولی یک دو مسئله را خواهش میکنم که رعایت کرد، یک دو مسئله رعایت شود. اول اینکه هر فکر و هر نظری هست خواهش میکنیم که بدون تحقیر و دشنام و بدون رسیدن به شخصیت کسی آن را مطرح کنید. ولی اگر خدای نکرده ببینیم که یک نفر این اصول را رعایت نکند، ما مجبور میشیم که اون را در حال قطع کنیم. دوم، کوشش شود که سوال‌ها یا فکر و نظرها در موضوعی که همون هفته انتخاب شده است در همون موضوع باشد و یا حداقل غیر مستقیم به همون موضوع انتخاب شده معین شده ربط داشته باشد. نقطه سوم این است که برای استفاده بهتری وقت خواهش میکنیم که همه برادرانی که در اینجا وارد برنامه میشوند فکر و نظر و سوال‌های خود را به طور مختصر و کوتاه پیشنهاد کنند. حالا استاد محی‌الدین کبیری خوش آمدید به اینجا برنامه و یک چیزی که هست مثلا بسیار سوال‌ها تا امروز شده درباره همین دزدی ها و درباره دزدی مقامات بخصوص خانواده و همچنین موضوعی مربوط به وجود فساد گسترده در حکومت تاجیکستان که همین موضوع را انتخاب کردیم. آیا حکومت بعد رحمانوف نیز دزدی میکند؟ حالا صحبت رو به استاد میدهیم که فکر و نظر خود را در این باره بگوید و انشاءالله بعد اون سوال و جواب و نظرهای بینندگان را نیز خواهیم گرفت. بفرمایید استاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد بر خدای را و درود بر رسول محمد صلی الله علیه و علی آله و اصحابه اجمعین. تشکر زیاد برادر محمود جان و دیگر مسئولین شبکه کانال پیمان و دیگر شبکه هایی که این برنامه ما پخش می شود برای این هم آهنگی و برگزاری این صحبت آنلاینی با مردم شریف تاجیکستان. و همونطوری که شما هم ذکر کردید در آغاز برنامه برادران مسئول برای ما هم مسئولیت‌های تعیین کردن و در پیمان ملی تاجیکستان که هفته یک مرتبه با مردم صحبت آنلاینی داشته باشم و وقت و جایش رو هم مسئولین معین کردن و الان طبق این فرمان طبق این برنامه انشاءالله کوشش میکنیم در وقت‌های معین شده
در خدمت مردم عزیز باشیم و شاید که 20 برنامه یا 30 برنامه را وابسته به آن است که سوالهای مردم چقدر هستند و مردم در کدام موضوعها بیشتر میخواهند نقطه نظر پیمان ملی تاجیکستان یا شخصا خودی من را بدانند در موضوع سیاسی، فرهنگی، دینی، اقتصادی، آینده حکومت تاجیکستان، آینده کشور، همه گونه مسائل هایی که مردم دانستن میخواهند و این چنین همه مسائل هایی که ما همچون پیمان ملی تاجیکستان میخواستیم نقطه نظر خود را به مردم بگیم. و اگر در رفت صحبت ها من پیشنهاد میکنم برادر محمود جان، حالا چه شما مدیریتور باشید چه هر کسی دیگر، اگر مردم باز پیشنهادی داشته باشن هم درباره موضوع و هم درباره فرمت یا چارچوب این گفتگوی ما، خواهش میکنم این پیشنهادها و تکلیفات جدی گرفته شود و در آینده بتوانیم یک فرمت یا یک وسیله بسیار هم مؤثر و خوب و مناسبی گفتگو با مردم را داشته باشیم و من امیدوارم که مردمی تاجیکستان و هم از این گونه صحبت ها استفاده خواهیم کرد. برادر محمود جان، قبل از اون که من به خود موضوع بگذرم، اگر راضی باشد من میخواستم چند دقیقه درباره یک موضوع داغ دیگر صحبت کنم. اون هم باشد اینکه پیش یکی از اعضای خانواده ما، برادر همسرم ابراهیم جان درگذشت و چند حاشیه‌ای داشت. اگر شما راضی باشد من در آغاز چند دقیقه به این موضوع ببخشم. بفرمایید استاد، بفرمایید. خب سلامت باشید. واقعا قبل از آن میخواستم تسلیت و همدردی خودم رو به همه اهل خاندان و به خصوص به همسرم، به خانوادهشان و به همه خویش و تبار همدیگان یار و دوستان ابراهیم جان که واقعا برای هممون یک تلفات بزرگ بود، همدردی خود را بیان کنم، چون ابراهیم برای ما فقط یک برادری همسر یا خویش تبار نبود، بلکه مثل یک برادری خوردی هم بود که چون همین گونه احساس و مناسبت را او هم به ما داشت و واقعا هم یک تلفات بسیار سنگین بزرگ برای ما بود. اما چرا من حالا میخوام در این باره صحبت کنم؟ نه تنها برای آنکه ابراهیم خودش یک انسان ارزنده و یک جوانی بسیار جسور بود، واقعا هم در سن 44 سالگی از دنیا رفتن او بسیار یک تلفات سنگین هست و اون هم در هجرت 1 سال پیش در نتیجه مشکلات اقتصادی به روسیه هجرت کرده بود. و این چونین ابراهیم در اون وقتی که در دوشنبه بود خیلی زحمت میکشید، تلاش میکرد، اگرچه در کارهای سیاسی مشغول نبود اما مسئولیت انسانی خود را انجام میداد و شب و روزایی که هیچ کس جرئت نمیکرد به حمزه را خبر بگیرد یا کرینهای ما را یا برادرم را، ابراهیم با تمام اون جسارت و مسئولیت، از کسی نترسیده، از چیز نهراسیده، مسئولیت انسانی خود را انجام میداد و تنها به خانواده ما بسیاری از کسان امروزها زنگ میزنن و من میگن که ابراهیم در شب و روزهای دشوار به آنها هم رسیدگی میکرد و مسئولیت انسانی خود را انجام میداد. اما شاید سوال با وجود بیاد که خب وقتی که یک نزدیک یا یک طرفی آدم نزدیک فوت میکند، این را میتوان همدردی را مستقیم بیان کرد و اون کار که ما هم کردیم. چرا من الان میخوام چند دقیقه در این باره صحبت کنم؟ چون متاسفانه مثل همیشه باز جنازه ابراهیم و این مصیبت حاشیه‌هایی داشت که اون را حکومت و مقامات با وجود آوردند و انسان دیگر نمیتواند این حرفا را نگوید، چون خود حکومت تاجیکستان متاسفانه گاه با عملهایش، با رفتارهایش مجبور میکند که انسانها واکنش نشان بدهند و این عملهای بد را محکوم کنند. خب ابراهیم جان که با مرگ الهی در نتیجه یک سکته مغزی درگذشت و او را میتوانستند در روسیه بگرانند، ولی نزدیکان برادرانش بسیار خواستند که حداقل جنازه‌اش را ببینند، خواهران، اپاها، و تلاش کردند که او را به تاجیکستان برند. بعد این دواده و تلاش‌های زیاد و نوبتگیری‌ها او را به آخرت دیروز موفق شدند که به تاجیکستان بفرستند و در همون پروازی که جسد ابراهیم جان را بردند باز 4 جسد دیگر هم از جوانان تاجیک در همون پرواز بود و متاسفانه این خانواده‌های تاجیک هر پرواز هر روز 4-5
جسد شهیدان را قبول میکنند و واقعا یک پدیده بسیار مصیبت بار است. اما اگر جسد ابراهیم جان مثل همه دیگر جسدها جنازهش خب میرفت تاجیکستان و اونجا خش و تبار عادی رفتار کرده ایستادن، او را میگرفتن میبردن میشستن جنازه میکردن میگراندند و مثل همه جنازه های عادی نه خط و خبر میشود نه کسی واکنش میکند. و اصلا سوال این است که چرا حکومت جمهوری تاجیکستان از یک کار عادی، از یک مصیبت، از یک حالتی که کسی اون را سیاسی کردنی نیست، به سیاست آلوده کردنی نیست، اصلا جنازه و مرده که کاری سیاسی نیست، چرا از این سیاست میتراشند؟ چرا از این مشکلی میتراشند؟ خب رفت بردند، حالا اون نزدیکانشون هم جسدم نزدیکای نماز شام ساعتهای 6-7 وارد تاجیکستان شد. خب تا ناحیه وحدت بردند و اون را میشویند. یعنی دیگر تصمیم گرفتن نزدیکان که فردا در برابر روز ساعت 4-5 صبح بعد از نماز بامداد جنازه کنند و مرحوم را به خاک بسپارند. اما حکومت تاجیکستان، مسئولین امنیتی از این یک مصیبت انسانی یک حاشیه‌های میتراشند، یک حالتی را با وجود میانند، وضعیت را به طور امنیتی میکنند که گویا در اونجا مصیبت نیست، گویا این جنازه کسی را میتینگ میکرده باشد، میخورده باشد، میگزیده باشد و از اون چی میترسند، چی هراس دارند. هیچ کس عکس نگیرد، هیچ کس نوار نبردارد و همین شب در تاریکی باید او را بگرانند و فردا صبح باید نمانند. چرا؟ برای چی؟ چی بدی دارد که خب اپهایش، خواهرایش خب آوردن جنازه را در روز روشن ببینن، همسایه‌ها در روز روشن برند گور کنند. خب اگر صبح میرسید یا نصف روزی میرسید خب در روشنایی میشود دور کرد، ولی وقتی در نزدیکی شام میرسد تا اون را میبرند و به منزل قبر میکنند. من نوارها را دیدم متاسفانه در شب گرانده ایستادن و اون نوارهایی هم که پنهانی گرفته ایستادن مقامات امنیتی اجازه نمیدهند که کسی نوار بگیرد. چی کار دارید؟ چرا دخالت میکنید به یک کاری خانوادگی مصیبت مردم؟ زن و بچه ابراهیم جان در روسیه اونا میخوان این نوارها رو ببینن، حداقل ویدیویی، حداقل با عکس و ویدیویش خداحافظی کنن، مراسم رو از نزدیک ببینن، وقتی خودشون آماده نمیتونن. چی بدی دارد؟ از چی میترسید؟ چرا مسئله رو سیاسی میکنید؟ چرا امنیتی میکنید؟ بعد میگن که اپوزیسیا گپ میزند، بعد میگن که مخالفین واکنش میکنن، بعد مخالفین در باره جنازه اینا صحبت میکنن. شما مجبور میکنید که مردم گپ زنن. مطمئن باشید اون 100 نفر 200 نفر نمیدونم چند صد نفره که در اون مراسم جنازه اشتراک کرد، وقتی اونا میبینن که شما چقدر از یک نوار گرفتن، عکس گرفتن مشکلی میتراشید، این رو واهمه میکنید، بالاخره مردم این کار خود رو انجام میدن. اینا بگذارید مردم در ساعتهای آخری جنازهشون با اون فرزندشون خداحافظی کنن، اون را گسیل کنن مثل یک انسان با شرافت، با کرامت. ولی شما اجازه نمیدید که حتی جنازه را، حتی یک مرده را هم مثل یک طبیعی با شرافت و کرامت گسیل کنن. حتی یک انسان جنایتکار، حالا ابراهیم جان که نه جنایتکار بود نه پرونده داشت، یک مهاجر عادی بود، حتی یک انسان جنایتکار طبق تمام معیارهای بین المللی، حتی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حق دارد که با اون مناسبت با شرفانه شود، بخصوص در حالت مرگ، در حالت مصیبت. اما شما تمام این مراسم های هم خوشی و هم غم مردم را تبدیل می‌کنید به یک حالت امنیتی، دخالت میکنید و بیا که وظیفه شما همین باشد. من خواهش میکنم، دعوت میکنم از شما حداقل در مصیبت مردم کاردار نشوید. مردم خودش میدونه چیکار کند، مردم طبق عنعنه، طبق عادت، طبق شریعت آوردن جنازه میکنن، میگرانن. شما کارهای خود را انجام بدید. چقدر اطراف حوالی را پیچاندن با امنیتی ها، از پس هر یک نفر یک آدم ماندن که شما نوار نگیرید، عکس نگیرید، حاضر بگرانید همیشه باشه. من فکر میکنم این به ضرر شما است، این به فایده هیچ کسی نیست. و بعد این همه حادثه و این همه فشارها، حتی کسانی که سیاسی هم نیستن، کسانی که طرفدار ما نیستن، اونا هم دیگر مجبور میشوند که سیاسی شوند. اونا هم درک میکنن، میبینن که حکومت جمهوری تاجیکستان چی مصیبتی رو بالای مردم میاد و دیگر حتی اگر مخالفی ما هم باشن
مجبور میشوند که طرفدار ما شوند. بنابراین من دیگر بارها دعوت کردم که به ناموس مردم نرسید، به شرف مردم نرسید، به غم مردم کاردار نشوید، به شادی مردم کاردار نشوید. بازم این را پیشنهاد میکنم، بالاخره به فایده خودتون است. اما میبینم که نه، متاسفانه هیچ نتیجه نمیدهد و حتی بعضی نفران هم به ما نوشتند که از دوستان ابراهیم جان که ما تا این وقت فکر میکردیم که شما همچون اپوزیسیا تنها حکومت را تنقید میکنید و شاید کمبودیای دارن، شاید شما هم کمبودیای دارید، اما این رو با چشم خودمون دیدیم که اصلا هیچ گونه مناسبت انسانی رو نمیدونن. شرف انسانی، کرامت انسانی رو اینها قائل نیستن، احترام ندارن، به مرده هم احترام ندارن، به زنده هم احترام ندارن، اصلا به انسان احترام ندارن. ما در قصه ها میخوندیم که حالا چنگیز به مردم تاجیک چی جبر کرد، فلان پادشاه ظالم، ضحاک، دیگرها، ولی امروز همه رو با چشم خود دیده ایستادیم. اگر در ادبیات یا در فولکلور میخوندیم یا میشوندیم که نه زنده وطن یابد و نه مرده کفن، فکر میکردیم که برای گذشته های تاریخ ما است و ملت ما است. اما ملت تاجیک امروز دارد این را از دست این حکومت میبیند که نه زندهش وطن دارد، جوانها همه مهاجر، یکی برای مشکلات سیاسی، یکی دیگر مثل ابراهیم و میلیون ها نفر دیگر برای مشکلات اقتصادی، نه مرده کفن مییابد، نه مرده آرام در نزد پدر و مادر با هم طبق عادت، طبق عنعنه به خاک سپرده می شود. در همه جا باید چشم این امنیتی ها، دست مقامات پلیس، پای یکیش، بینی یکیش باید خلانده شود. خب بالاخره مونید مردم زندگیش رو انجام دهد. خب یک دو جمله میخواستم به پیوندان خویش و تبار و به یار و دوستان بگم که واقعا ببینید، شما، من فکر میکنم که نه تنها شما خویشاوندان ما و تمام مردم طرفدار ما، چه اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی، از مظلومترین قشر جامعه هستید. هم قانون را خوب رعایت میکنید، با ما تماس ندارید، اصلا یک کاری را انجام نمیدید که حکومت از شما ناراحت شود. وقتی بالاتون ظلم میارن باز هم صبر میکنید. وقتی که میگن ما با شما ظلم میکنیم ولی با کبیری و با محمد اقبال و با پیام تیوی نرسونید که وضعیتون باز بدتر میشود، نمیرسونید. وقتی که حکومت میگه جنازه‌تون رو، مرگ فرزندتون رو نوار نگیرید برای خاطراتون، برای آیندهاتون، این کار رو انجام نمیدهید، ولی اینا باز میان بالای شما ظلم میکنن، باز شما را تحقیر میکنن، تمام ملت رو گروگان گرفتن. آیا وقتی اون نرسیده است که دیگر به این خاتمه داده شود؟ شما که یگان جنایت نمیکنید، وقتی که نوار رو میگیرید با ما میفرستید، یگان جنایت نیست، این حق 100% شما هست. یگان قانون این رو منع نکرده است، یگان قانون نگفته است که یک نفر فرزندش رو، برادرش رو، شوهرش رو، مردهش رو، زندهش رو نوار نگیرد. این فقط خواهش رحمانوف است و اون مقامات امنیتی، ولی خواهش اونها قانون نیست. شما هر چقدر خواهش‌های غیر قانونی و جنایتکارانه آنها را اجرا کردید، همون قدر آنها جسورتر میشوند و شما را باز محدود میکنند. مطمئن باشید فردا شما را گیره کردن نمیمونند، فردا خندیدن نمیمونند، شادی و غمتون را محدود میکنند. تنها با سپارش میخندید، تنها با سپارش گیره میکنید. آیا وقتی اون نرسیده است که بگید بس، ما حقمون است که با آنها تماس بگیریم، نوار ثبت کنیم، بفرستیم؟ هیچ کس رو برای این در یگان گوشه دنیا غیر از تاجیکستان جزا ندادن. اما چرا در تاجیکستان جزا میدن؟ برای اینکه ما و شما اجازت میدیم. وقتی اون رسیده است که در این باره بگویید، نه تنها من بگم، اون تشکر با اون برادرانی که با ما این نوارها را فرستادن. من دیدم که چگونه از پس مردن امنیتی ایستادن، یک نفر اجازت میدن که وارد اتاق شوند، با اون خیر خوش کنن، همگی چند دقیقه. مگر اون خشتبار حق نداشتن که اقلا یک بیگاه چند ساعت با اون مرحوم بیستند و با او خداحافظی کنند، دلشان تر شود، آرام شود، اون تشنگی دیدار را بشکنند. اما متاسفانه دیدید که چیکار کرده ایستادن. بنابراین من خواهش میکنم از این بعد دیگر اون جسارت، اون غیرت تاجیکانه و مسلمانی را باید که برگرداند. دیگر نترسید. یک نفر را جزا میدن، میترسونن، نفر دیگر وقتی این کار انجام میدهد دیگر اونا میفهمن که پیش روی ملت رو گرفته نمیشه. نواری رو که با من فرستادن از سر منزل در اون تاریکی وقتی که میگرونن یا در اون داخل حولی
چقدر اونجا این نگرانی هست، چقدر ترس هست از مقامات دولتی، از پلیس. با جای آنکه پلیس، مقامات دولتی در این روز مصیبت در پهلوی شهروندان باشند، مردم احساس کنند که این حکومت خودش است، یگان بیگانه نیست، این فاشیستان از آلمان نیست که هجوم کرده باشند، این ارتش چینگیز نیست که از مغولستان آمده باشد، از یک جای دیگر آمده باشد. این حکومت جمهوری تاجیکستان است. برای این معاش میگیرد، از حساب ما و شما ماشین دارد، برای این صلاحیت و وکالت داده شده است. اما اینا رفتارشون گویا که کشور ما را غصب کرده باشند و اون دهه صالحان یگان کشور بیگانه باشد. شهروندان دهه صالحان گویا که مردم یگان بیگانه هستند. برای اینها رفتارشون مثل رفتار یک ارتش غصب کرده که تاجیکستان را غصب کرده باشد. شهروندان تاجیکستان باید یک مستملکه آنها باشند. وقتی آن رسیده است که باید با جسارت و با جرأت این نوارها را ثبت کرد، فرستاد، صحبت کرد. بعد آن وقت میبینید که این مقامات با شما مناسبتشون تغییر خواهد کرد. این پیام من، خواهش من تنها از خویشاوندان من نیست. واقعا بالای شما این طول سالها 6 سال ظلم کردن، خانه هایتان را گرفتن، مالکیت را گرفتن، چقدر تحقیر کردن. اما وقتی اون رسیده است که دیگر با فخر بگوید که بله ما خویش تبار فلانی هستیم، ما خویش تبار کبیری هستیم، اولادی او هستیم، خدا هستیم، جیان هستیم، مطمئن باشد که مناسبت با شما تغییر خواهد کرد و حتما تغییر میکنند. من این رو با شما کفالت خواهم داد. خب دیگر یک کمی طولانی شد. الان برگردیم به موضوع اصلی که اون هم باشد سوالی که مردم گذاشتن که آیا بعد از حکومت رحمانوف هم حکومت بعدی میدزدد یا نه. من دوستان عزیز در اینجا در شروع صحبت چند نکته را تاکید میکنم. یکی این که حکومت جمهوری تاجیکستان و طرفدارانشان، هم فبرکه جواب، هم بنان کارشناسان، بعضی روزنامه‌نگاران در ذهن ما چند میف را، چند افسانه را جا کرده ایستادن. یکی از افسانه همین است که میگویند در تاجیکستان هر حکومتی که بیاید میدزدد. توجه کنید، میگن هر حکومتی که در تاجیکستان آمده بود قبل از رحمانوف دزدیده بود و بعد از رحمانوف هم بیاید میدزدد. این یکی از میفا است. یک چند میف دیگر است که شاید در جاهای دیگر بگیم. یکیش میگن که در یگان نقطه دنیا دموکراسی نیست، در همه گوشه و کنار دنیا انتخابات ها تقلب می شود، در همه دولت ها خیش و تبارچگی هست. هر کمبودی را، هر عیبی را که رحمانوف و کمند امروزش دارد، طرفدارانش نمیگن که اینها این کار را نمی کنند. مثلا ما و شما در یگان جا نشنیدیم، هیچ کس اصلا نشنیده است، نخوانده است، ندیده است که طرفداران رحمانوف چه فبرکه جواب باشد، چه کارشناسان طرفدار رحمانوف باشد، چه روزنامه‌نگاران گفته باشند که شما دروغ میگید، اپوزیسیون رحمانوف نمیدزدد. این جمله رو شما از یگان نفر آنها نشنیدید. برای چی؟ برای اونکه جسارت ندارند، جرأت ندارند که بگویند که رحمانوف نمیدزدد. چون اگر این حرف رو بگویند مسخره مردم میشوند، چون مردم و خودشون هم میدونند که رحمانوف میدزدد، حکومتدارانش میدزدند، رئیسای ولایت ها میدزدند، رئیسای ناحیه ها میدزدند، امنیت و پلیس و پروکراتور و جماعت و مسئولین زمین و همش از مردم پاره میگیرند، پول مردم را میدزدند، حتی راه مردم را پولکی کردن، از جیب مردم میدزدند. پس این جسارت و این شجاعت را ندارند که بگویند که نه شما دروغ میگید، رحمانوف نمیدزدد، حکومتش حکومت دزد نیست. اما چی میگن؟ میگن که این دزدی را در تمام دنیا میکنن، همه حکومت ها میدزدن، در همه حکومت ها، در همه کشورها خیش و تبارچگی هست، در همه کشورها انتخابات ها تقلبی میشود. هرچند که اگر شما بیاید دلیل بیارید که دوستی عزیز در آلمان خیش و تبارچگی نیست، حکومت آلمان خیش و تبارچگی ندارد، مرکل دخترش و پسرش و دامادش رو نمیدونم اینا رو بر سر قدرت در منصب‌های دولتی تعیین نکرد. مرکل از پول دولتش نمیدزدد، مرکل انتخابات را تقلب نمیکند. میگه نه شما چون فروخته شده اون کشورها هستید، از اونا پول میگیرید، اونا خواجگان شما هستند، شما دروغ میگید. یا بعضیش میگن که اصلا شما خبر ندارید. میگن در امریکا هم دزدی هست، در فرانسه هم هست، در آلمان هم هست، در همه جا این عیبو هست. اما ما میگیم که خب حالا در دیگر گوشه‌های دنیا هست، این با اون دنیا ربط دارد. حالا این جای بحث است که مثلا در فرانسه، در آلمان چقدر میدزدد یک وزیر؟
یا در افغانستان چقدر میدوزد، در قرقیزستان چقدر میدوزد. این جای بحث دیگر است. شما بگید که آیا رحمانوف میدوزد یا نمیدوزد. اصلا موضوع بحث ما حکومت خودمان است، نه حکومت آلمان، نه حکومت امریکا، نه افغانستان و قرقیزستان و ازبکستان. اما وقتی که ما درباره رحمانوف، درباره کمبودی‌هایش، درباره دزدی‌هایش، درباره قانونشکنی‌هایش صحبت میکنیم، اینها بجای آن که بیان جواب بگویند، دلیل بیارن که نه در کشور ما دزدی نیست، پاره‌خوری نیست، کروپسیون نیست، خیش و تبارچگی نیست، تقلب انتخابات نیست، این را کنار میگذارن، میگن که اگر شما سر قدرت بیاید میدزدید، کی کفالت میدهد که شما دزدی نمیکنید؟ یا میگه کی کفالت میدهد که در کشور دیگر، در افغانستان مثلا دزدی نیست، تقلب انتخابات نیست؟ موضوع رو میکشونن به طرف دیگر، میکشونن به سمت دیگر، فقط به خاطر آنکه بحث اطراف حکومت و اطراف واقعیت‌های تاجیکستان برگزار نشود. یک میف دیگر یا یک جواب، یک دعوای بسیار هم پوچ و عجیب و غریب دیگر دارم که این رو همیشه تکرار میکنن. میگن که خب کی کفالت میدهد که اگر شما سر قدرت آمدید مثل رحمانوف دزدی نمیکنید؟ و خیلی هم یک دلیل عجیب دارن. میگن که حالا رحمانوف را با این خانواده و خیش و تبارش خوراندیم، پوشاندیم، بای کردیم، میلیاردها را دزدید و نو گویا شکمش سیر و چشمش پر شد. باز اگر کبیری بیاید یا یک نفر دیگر بیاید، هر کسی دیگر بیاد، تا این میخورد و سیر میشود و چشمش پر میشود که باز نیمی بودجه تاجیکستان، نیمی دارایی و بایگری تاجیکستان از بین میرود و فرقش چیه؟ پس بهتر نیست که این رحمانوف باقی بماند با همین خیش تبارش. برای چی؟ دلیلشون چی است؟ رحمانوف گویا سیر شده باشد و چشمش سیر شد، شکمش پر شد و چخیلی که رحمانوف خودش به پسرش گفت که تو شکمت سیر است و دیگر نمیدزدی و اون شاید باور دارد که چشم پسرش سیر است و دیگر نمیدزدد، بخبر از این که چشم دو نفر سیر نمیشود هیچگاه. یکی گدا هیچگاه سیر نمیشود، حتی اگر به پادشاهی هم برسد تلبنده است، گدا است. دیگر یک آدمی دوست یا خسیس، اون دیگر اگر دوست باشد و عادت کرده باشد فرق ندارد. اگر امروز میلیارد دزدید، فردا میخواد که 2 میلیارد بدزدد، فردا دیگر 3 میلیارد. دقیقاً همون کار را کرده ایستادم. پس این منطقی بسیار هم خراب و غلط که ما را فریب میدهند، ما را با همین آرام کردنی میشوند که خود حکومت داران، طرفداران حکومت که خب این گویا اکنون سیر شده باشد، این حکومت بعدی بیاد باز تا اون سیر میشود. این یک منطق بسیار غلط و بسیار تحقیرآمیز است، تحقیرآمیز نسبت ملت. چرا تحقیرآمیز؟ اینا فکر میکنن که اگر ما این حرف رو بگوییم که همه ملت تاجیکستان، مردم تاجیکستان دیگه فرق ندارد اون از کدام حزب میاد، از کدام گروه میاد، از کدام منطقه است، از کدام خانواده است، او دزد است. یعنی ملت یک آدمی سالم ندارد. ملت تاجیکستان در این 10 میلیون در گذشته هم و امروز هم در آینده هم یک آدمی سالم نخواهد داشت که برعکس رحمانوف رفتار کند. اگر به سر قدرت آمد ندزدد، خیش و تبارچگی نکند، انتخابات را تقلب نکند. اینا میخوان در ذهن ما و شما این فکر را جا کنند که همه ملت باور کند که پاره خوردن، دزدیدن، دروغ گفتن، تقلب کردن، خیش و تبارچگی کردن این جزئی فرهنگ ملی ما باشد. وقتی که جزئی فرهنگ ملی میشود دیگر فرق ندارد در سر قدرت رحمانوف است یا کبیری یا محمود جان یا یک نفر دیگر، پس میدزدد. چی فرق دارد که علی رو به جای ولی بیاریم، احمد رو به جای محمد بیاریم؟ این شکل فرهنگ سازی و در ذهن مردم جا کردن این فکر رو به خاطر اون است دوستانی عزیز، هموطنان گرامی، که مردم قبول کنن، مردم عادت کنن که خب دیگر این فرهنگ ملی ما همین بوده است، فرهنگ سیاسی ما همین بوده است، عادت ما همین بوده است و دیگر هیچ تلاش برای تغییر وضع نکنن. وقتی یک منصبدار پاره میگیرد از او این رو همچون یک عمل جنایت حساب نکند، بعدش نرسد و بگه که خب این یک کاری معمولی است. یک منصبدار در تاجیکستان، در ازبکستان، در روسیه، در امریکا، در آلمان وظیفه‌اش همین است که یک سپراف که وقتی که می‌نویسد به یک
شهروند باید که در عوضش پول بگیرد. اگر زمینی نزد حولگی میتید به یک شهروند در اساس کنستیتوسیا، در اساس قانون، در اساس عریضه و ضرورت اون شهروند باید در عوضش اون رئیس جماعت و کمیته زمینساز و رئیس نهایی یک مقدار مبلغ رو بگیرن. مردم تاجیکستان با این عادت کردن و این رو دزدی نمیدونن، این رو جنایت نمیدونن و فکر میکنن که این یک کار عادی هست و نه تنها این رو کار عادی میدونن، باز همون وزیر، همون حاکم، همون رئیس، همون مسئولی که جنایت صادر کرده است پول این شهروند رو برای یک سپرافکا، برای جای کار، برای مکتب، برای باغچه، برای هر چیزی که باشد، برای زمین، این پول را گرفته است، باز بالای این شهروند بیچاره منت هم بار میکند، او را قرضدار میکند که گویا برای یک خدمت بزرگ کرده باشد. بجای آنکه در نزد این شهروند متهم باشد، خجالت باشد، زبان کوتاه باشد که پول او را گرفت، پول او را دزدید، غیر قانونی و جنایت صادر کرد، باز با زبان دراز، با منتگذاری بالای ملت، بالای مردم گویا که خدمت بزرگ به این آدم کرده باشد تا آخر حیات این شهروند با زن و بچه‌اش و با خانواده‌اش باید در خدمت یا قرضدار این منصبدار باشد. اون منصبدار هر کسی باشد، یا میلیسیونر است، امنیت است، پروکورور است، جماعت است، ناحیه است، وزیر است، فرق ندارد. برای چه این فرهنگ در جامعه ما رشد کرده است؟ دزد صاحب مال را متهم میکند. اگر منصبدار دزد است، صاحب مال شهروند تاجیکستان، حالا فرق ندارد که چگونه مال را گرفته است، پولش را گرفته است، در عوض زمین، در عوض سپرافکا، در عوض جای کار، فرق ندارد، بالاخره اون صاحب مال است، این دزد است. برای آنکه از بالاترین مقام تاجیکستان این فرهنگ در ذهن جامعه جا کرده می شود. وقتی که پرزیدنت در حضور همه وزیرها میگوید که من میدونم تو چقدر میدزدی، چند بار در تلویزیون همتون دیدید، این پرزیدنت میدوند که وزیرش چقدر میدزدد. چرا میدوند؟ هم دزدی رو خبر دارد، هم میدوند با اون معاشی که با وزیر میدهد، با رئیس امنیت میدهد، با نچلنگ میلیسیا میدهد و با پروکورور میدهد، این یک روزه عبید پولی یا یک هفتهینه مهمانداری یک وزیر است و یک حالا سر و لباسش است، اصلا نمیرسه. این رو پرزیدنت خوب میدوند. اما پرزیدنت چی میگه؟ من میدونم که تو چقدر میدزدی، اما از حد نگذران، فراموش نکن که کی تو رو به این منصب آورد. این جمله رو شما بارها شنیدید و شاید در آینده هم بشنوید. فراموش نکن که کی تو رو آدم کرد. حتی یک بار گفت که با آینه یک بار نگاه کنید خود را و عکس‌های پیشینه را ببینید که کی بودید و چی شدید. یعنی یک شهروند عادی بودی، با معاش زندگی میکردی، امروز من تو را وظیفه دادم، میلیسیونر کردم، پروکورور کردم، حالا جماعت و وزیر و هر منصبدار دیگر کردم، تو دزدیدی پول مردم رو، من خبر دارم، حالا رنگ و نمود دیگر شد، صاحب ماشین و خانه و چند زن و زندگی دیگر شد. احتیاط کن که با من خیانت نکنی. با من خیانت نکنی یعنی چی؟ بر ضد من کار نکن، هر چیزی که گفتم همون رو انجام ده، وگرنه جایت زندان خواهد شد. چرا؟ جنایت کرده ای. وقتی که پرزیدنت با وزیر این مناسبت را میکند، وزیر با زیرتابعش این کار را میکند، نچلنگ اپرالین با سردار شعبه با دیگر کارمندان، و همین طریق از بالا تا به پایان این فرهنگ سیاسی را جاری کردن. دو صاحب گپ و صاحب حالا قدرت است، ولی صاحب مال مردم، شهروند یا متهم باشد و اینها هم قرضدار این دزدها. و این رو واقعا جزء فرهنگ ملی ما کردن که یک تحقیر بسیار بزرگ است و طرز وانمود میکنن که دیگر تمام ملت کارش همین است، باید همین گونه هم باشد. اگر شما حاضر بیایید هر کسی و مردم تاجیکستان، چی من باشم چی کسی دیگر، شهر بدید بفهموند که نه ملت عزیز، در جهان این خیلی نیست، فقط در تاجیکستان و در چند کشوری فساد زده دیگر هست. مثلا شما اگر همون ریتینگ ترانسپرنسی اینترنشنال را بگیرید، تاجیکستان جزو 20 کشوری فساد زده دنیا هست. تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، سوریه، حالا کشورهای دیکتاتوری. و در جهان هستن کشورهای دیگر که در اونجا دزدی یا نیست یا به این شکل نیست، خیلی نادر هست.
اما بعد اینا چی میگن؟ نه، میگن که این خیلی نیست. اینا تلاش میکنن که بفهمونن که این دزدی در همه دنیا هست و وقتی که مثلا یک حالت کروپسیونی در کدام کشور دنیا اگر رخ بدهد در رسانه‌ها زود آشکار شود. برای مثال اگر بگیرن سروزیر رئیس جمهوری فرانسه را این پیشینه‌اش رو الان امروز در فرانسه برای پرونده‌های کروپسیونی به دادگاه کشیده ایستادن، سرکوزی را، و اونم جنایت کرده است. اما این را رسانه‌های تاجیکستان، رسانه‌های حکومتی چگونه نمایش میدهند؟ ببینید که در تمام دنیا، حتی در فرانسه هم کروپسی هست. ببینید که در آلمان هم هست، در امریکا هم هست، بله در تمام دنیا هست. اما در فرانسه پرزیدنت کروپسیونی را زندانی میکنند. در آلمان وزیر کروپسیونی را که الان بالای وزیر تندرستی آلمان پرونده باز کردن، وزیری که عمل کرده ایستاده است برای آنکه گویا در این فروش ماسک و مسئله های کووید کدام شرکتی با اون نزدیک یا در اینجا دست داشته است که در فروش ماسک ها بالای شبکه پرونده باز کردن. اما در تاجیکستان وقتی که هم پرزیدنت، هم اعضای خانواده‌اش، دامادش، فرزندش، تمام شرکت ها، تمام مالکیت، تمام منصب ها، تمام بودجه در اختیارشون است، میدزدن، میبرن، ترگی میکنن، پیوند میکنن، کسی اونها را جرأت ندارد که حتی بگوید که شما چقدر دزدیده ایستاده است. مگر شما مردم جرأت کرده ایستادن که بگن همین راه پولکیه که خانواده پرزیدنت برای مردم از مردم پول میگیرن غیر قانونی، یک کس سوال کنه در داخل تاجیکستان که شما چرا این رو میدزدید در روز روشن؟ اما با فرق تاجیکستان در این کشورها اگر پرزیدنت جنایت کرد، دزدی کرد، اینا زندانی میکنن. بنابراین من یک تحقیر بزرگ نسبت ملت تاجیک میدونم که ملت تاجیک رو همچون یک ملت یا دزد معرفی میکنن که دزدی، فساد، کروپسیا، خیش و تربارچگی، دروغ گویا جزئی فرهنگ ما باشه. در این ملت یگان آدم سالم نیست و هر کی دعوت میکنه که بیاید مبارزه بریم ضد دروغ، ضد کروپسیا، ضد پاره‌خوری، میگن این خیانتکار است، این اغواگر است، این جنایتکار است، این افراطی است. کدام نویسنده انگلیس بود مؤلف همون کتاب 1984 یک جمله بسیار عجیب دارد، میگوید که در شرایطی که تمام جامعه را دروغ فرا گرفته است، حرف راست گفتن افراطگرایی است، اکستریمیسم است. این وقتی که در حکومت تاجیکستان دروغ فرهنگ می شود، تاکتیک سیاسی می شود، دیگر هر کسی بیاد بگه که در اینجا دزدی است، حکومت می دزدد، او یا افراطگرا اعلان میکنن یا خائن یا یگان جنایتکار دیگر. خب بنابراین من حالا این قسمت اول صحبتم که چرا در تاجیکستان دزدی را جزء فرهنگ سیاسی کردن و حکومت منفعت‌دار است که این را همچین یک حالتی عادی نشان بدهد، این یک قسمتی مسئله است. قسمت دیگری مسئله این است که واقعا سوال خیلی به مورد هم هست و از ما میپرسند که آیا امکان دارد که در حکومت بعدی ندزدد و پیش روی این گرفته شود، یا اصلا کمی مشخص‌تر بگیم اگر پیمان ملی تاجیکستان سر قدرت آمد یا یک نیروی ملی دیگر، آیا مثل حکومت رحمانوف این دزدی‌ها تکرار نمی شود یا به شکلی و چگونه این مدیریت می شود، چگونه این را اصلاح میکنیم ما؟ اگر کسی بگوید که بعد از رحمانوف حکومتی که می آید اصلا هیچ گونه دزدی نمی شود، هیچ کس نمی دزدد، من میگم دروغ میگوید. برای چی؟ برای اینکه دزدیدن، فسادکاری و میل کردن به دروغ، به سوء استفاده از منصب، این جزء متاسفانه جزء طبیعت انسان ها هست، نه ملت ها. در همه ملت ها انسان های دزد هست، انسان های سالم هست. اما در همه ملت ها داریم، در امریکایی هم، در فرانسه هم، در آلمان هم، در تاجیک هم هستند کسانی که مایل هستند به دزدی، به فساد و اگر سر قدرت آمدن بالای آنها نظارت کنترل نباشد حتما از این فرصت استفاده خواهند کرد. مثل که الان حکومت رحمانوف را هیچ کس کنترل نمیکند، نه سود، نه پروکرور، نه پارلمان، دیگر پیش راهش باز است و هر چی کاری خواهد میکند. اما در حکومت بعدی باید مکانیزم کنترل از بالای حاکمیت، بخصوص از بالای شاخه اجرایی حاکمیت که بودجه کشور در دستش است،
این امور دولت در دستش است، سپرافکا دادن، جای کار دادن و اینها باید که زیر کنترل شدید از چند نهاد باشد. و چرا من میگم که 100% هیچ کس پیش روی این کار رو نگرفته است؟ در هیچ کشور دنیا حالت نیست که در دوام 3 سال 4 سال حداقل یک حالت کروپسیونی آشکار نشود، یک دزدی آشکار نشود. باز تکرار میکنم، در بالاترین کشور دموکراتی هم در چند سال یک حالت دزدی آشکار میشود. و بیهوده خداوند هم در قرآن مجید نگفت که استعوذ بالله ان الانسان لفی خسرین، یعنی انسان طبیعتا مایل به خسران، به خسارت است، به کار بد هست. برای همین است که اینجا دیگر شریعت می آید، قانون می آید، حرام و حلال است که انسان رو کنترل کنند. اما حکومت بعدی چی کار میکنه؟ اصلا چی باید کرد وقتی که پیمان ملی تاجیکستان سر قدرت آمد؟ چی برنامه داره؟ من نظرم این است که اصل همه ای کار به عباره سرچشمه روایت های دنیا همون ام الخبائث که در روایت ها هست که شراب ام الخبائث میگن، همون ام الفواسد، همون اصل کاری که همه چیز را بعد فاسد میکند، همون بالاترین مقام دولتی تاجیکستان است، مقام پرزیدنتی. اگر مقام پرزیدنتی اصلاح شود، هم خود مقام صلاحیتاش اصلاح شود و هم در مقام پرزیدنتی یک انسان صالح بیاید، شما می توانید با باوری تمام بگویید که در تاجیکستان پاره‌خوری و دزدی، نمیگم که کاملا از بین می رود، مثل کشورهای پیشرفته به حد اقل خواهد رسید. دزد دیگر جسارت آشکار دزدیدن نخواهد کرد، به جزا یگان دزد باقی نخواهد ماند. چرا از مقام پرزیدنت، از منصب پرزیدنت این چیز وابسته است؟ برای آنکه پرزیدنت هم نمونه نشان می‌دهد و هم کفیل اجرایش قانون‌ها، بخصوص قانون‌های در موضوع مبارزه با فساد، با دزدی، با کروپسیون و با سوء استفاده از منصب و غصب حاکمیت است. دو شرط دارد. یکی گفتم اصلاح خود مقام پرزیدنتی، یعنی خود اینستیتوت پرزیدنتی رو باید اصلاح کرد، و دوم یک انسان صالح را تلاش کرد که یک انسان صالح بیاد. به هیچ وجه هموطنان گرامی، من اینجا دور از کلمه های علمی، حقوقی و سیاسی گپ میزنم، خیلی ساده به زبان عامه مردمی میخواهم مسئله را شرح بدم. به هیچ وجه نباید هیچ کس را در آینده تاجیکستان بیشتر از 2 مرتبه اجازت بدهد ملت که پرزیدنت تاجیکستان باقی بماند. به هیچ شرط و به هیچ وجه. گریه میکند، زاره میکند، میگوید تاجیکستان از بین میرود اگر من پرزیدنت نباشم، مثل که رحمانوف کرد، هم گریه میکرد، هم میگفت که ازبکستان ما را میکشد و از بین میبرد. همین ازبکای برادران همسایه ما را در چشم ملت همچنین دشمن میتراشد که اگر من پرزیدنت باقی نمانم، پرزیدنت عوض شود، ازبکستان همه را فرو میبرد. خب اگر بگید که ملت از بین میرود، کشور از بین میرود، اصلا زمین و آسمان چپه میشود، ملت باید باور نکند، به هیچ کس اجازت ندهد که حتی امام اعظم هم باشد، افلاطون هم باشد، از 2 دوره یا 4 سالی یا 5 سالی بیشتر پرزیدنت شود. چرا؟ برای اینکه ما تجربه کردیم، دیدیم که این چی مصیبت بالای ملت میارد. تاجیکستان که در 10 سال پیش در رده‌بندی جهانی مثلا در جای 120 130 بود، امروز در بین 180 190 کشور در جای 170 هست، از دزدی، از فساد، از کروپسیون. این یک، یعنی به هیچ کس اجازه داده نشود که از 2 مرتبه بیشتر پرزیدنت شود. دوم، خود صلاحیت های پرزیدنتی باید محدود کرده شود. یک بخش از صلاحیت های پرزیدنت به پارلمان، به سروزیر و به دیگر مقامات داده شد. امروز پرزیدنت در تاجیکستان همه چی هست، قریب مونده است که خدا اعلان کنند. حتی بعضی ها الکی اعلان هم کردند، بعضی ها با اون حدی که از رحمانوف میترسند از خدا نمیترسند دیگر. حکومت سود هم او هست، پروکرور هم او هست، بودجه دولت هم در اختیار او هست، پارلمان هم در اختیار او هست، رئیس ناحیه را او تعیین میکند، نچلنیک میلیشیا را او تعیین میکند، سود را هم او تعیین میکند، پروکرور را او تعیین میکند، رکتور دانشگاه را، حتی شنیدم که حتی مدیر کافدرا را هم دیگر با رضایت پرزیدنت تعیین میکنند. باید اگر یک نفر وقتی این قدر صلاحیت میگیرد، خب هر کسی هم جای رحمانوف باشد فاسد میشود. یعنی باید صلاحیت پرزیدنت را محدود کرد و به عباره اگر حقوقی بگیریم،
تقسیم قدرت در بین شاخه‌های حاکمیت، شاخه اجراییه، شاخه قانونبرار و شاخه سودی برابر تقسیم شود که یکی دیگر را کنترل کرده توانند. پارلمان و سود توانند شاخه اجراییه یعنی پرزیدنت و سروزیر را، وزیران را کنترل کنند. شاخه اجراییه با سود توانند که پارلمان را کنترل کنند و دو تا دیگرش توانند که با سود را کنترل کرده توانند که هیچ کدام اینها سوء استفاده از مقام و منصب نکند و حاکمیت را مثل امروزه یکی از شاخه‌های حاکمیت غصب نکند. پس این شد دو عامل اصلی، دو اصلاحات اصلی که پیمان ملی تاجیکستان در نظر دارد. یکی این خود اینستیتوت پرزیدنتی که از دو مراتب بیشتر نباشد و دوم که تقسیم صلاحیت‌ها و کم کردن صلاحیت‌های پرزیدنت. بعضی از دوستان میگویند که شاید در تاجیکستان بهتر این است که حاکمیت پارلمانی شود و سروزیر باشد، دیگر ضرورت ندارد که پرزیدنت باشد چون بالاخره باز به دیکتاتور میرساند. من حالا چیزی گفتن نمیتونم، اگر پرزیدنتی هم باشد بد نیست از نگاه من، چون بالاخره عنعنه کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی تقریبا ما کشوری را نداریم در اونجا که مقام پرزیدنتی نباشد، با فرق آن که صلاحیت‌ها فرق میکنند. مثلا در ارمنستان مقام پرزیدنتی صلاحیتش دیگر است، در روسیه و در تاجیکستان فرق میکند. حتی در اروپا هم مثلا پرزیدنت آلمان برابر پرزیدنت فرانسه صلاحیت قدرت ندارد. در آلمان کانسلر و همون سروزیر قدرت بیشتر دارد، در صورتی که در فرانسه صلاحیت پرزیدنت بیشتر است، یا در امریکا. اما هر چی باشد باید که اون پرزیدنت یا سروزیر تحت کنترل ملت باشد و این از فکر و اندیشه‌های پیمان ملی تاجیکستان است که اگر ما این رو انجام دادیم مطمئن باشد که 50% کار انجام شد و 50% دیگرش این مربوط به قانون ها است، مربوط به اقداماتی که حکومت آینده خواهد گرفت. اولین کاری که از نگاه ما حکومت بعد از رحمانه باید بکند، باید در 100 روز اول گزارش بدهد به ملت در یک پرس کنفرانس آشکار که در مسئله مبارزه با فساد و اصلاح وضعیت چی کار کرد. نه اینکه 10 سال منتظر باشد بگه که اکنون من نو حکومت داری رو یاد گرفتم اجازت بدهید به من که باز 10 سال دیگر اکنون کشور رو اداره کنم. نه، اون کسی که سر قدرت میاد باید الکی تیار باشد، برنامه داشته باشد، تجربه داشته باشد، دیدگاه روشن داشته باشد که بیاد به سر قدرت و در 100 روز اول کارهای عملی انجام بدهد، به ملت گزارش بدهد، به خصوص در مسئله مبارزه با فساد، با کروپسیون. اولین کاری که ما خواهیم کرد در آینده انشاءالله این از بین بردن همین نهادی به نام گیا مبارزه اگنتی ضد کروپسیون که یکی از فساد زده ترین نهاد در تاجیکستان همین خودش است. باز تکرار میکنم، یکی از فساد زده ترین نهاد در تاجیکستان همین اگنتی ضد کروپسیون است. مگر پروکراتور چیکار باید کند که بر ضد فساد و دزدی باید صلاحیت نداشته باشد؟ در زمان شوروی این صلاحیت ها در بین پروکراتور، امنیت و وزارت کارهای داخله با همون ابوخصیص و اینها تقسیم شده بود و مبارزه می‌بردن. در دیگر کشورها هم همین است. ولی در تاجیکستان باز یک اگنتی کردن بر ضد کروپسیون، در اونجا چند کروپسیونر دیگر رو باز آوردن. اینها وظیفه‌شون مبارزه ضد کروپسیون نیست، وظیفه اینها جزا دادن بعضی از معلم، بعضی از همون استادان دانشگاه‌ها، دکترها، رئیس جماعت، کسی که گیا زمین رو نادرست فروخته باشد. مگر زمین در اختیار رئیس جماعت است؟ زمین در اختیار سروزیر است و پرزیدنت است و در اختیار رئیسای شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌ها است. اگر کسی در اونجا زمین رو غیر قانونی فروخت، پس اونجا عیب اون رئیس جماعت و زمینساز اون آدمای میده و پایان نیست، این پس عیب همون رده‌های بالایی است. اما چرا آنها را حبس نمی‌کنند؟ چرا شما در کجایی دید که اگنتی یک وزیر رو حبس کرد یا یک منصبدار کلان را، یک نچلنیک میلیشیا را، پروکورور را؟ بسیار اگر بالا حبس کنند یک رئیس ناحیه که اونم بعد از قدرت رفتنش و از منصب رفتنش. پس این اگنتی باید که در آینده از بین برود و این صلاحیت ها باید پوره داده شود به پروکراتور، به امنیت، به وزارت کارهای داخلی و اینها اگر مسئولیت خود را از روی قانون و کنستیتوسیون انجام بدهند دیگر ضرورت به این نهادهای تکراری و زیادتی در کشور نمیماند. و یکی از کارهای دیگری که ما در آینده خواهیم کرد این
قبول یک چند قانونی خیلی هم جدی هست که تمام این زمینه خویش و تبارچگی و سوء استفاده از منصب را از بین خواهد برد و جنایت های مالی بخصوص سوء استفاده از منصب، غصب منصب و خویش و تبارچگی، کروپسیون را برابر با جنایت های سنگین خواهد بود، وگرنه پیش روی این دزدی را، پیش روی این فسادکاری را با اون شکلی که امروز رحمانوف کرده ایستاده است پیش روی این را گرفته نمی شود که بیاد در یک جلسه حکومت هر کی را که دلش بخواهد بگوید که خب جوان هستی چون شناسی ما هستی و یگان نزدیکی داری ما تو را بخشیدم، وگرنه جای تو کنج زندان است. به این شکل مگر میشود با فساد و با کروپسیون مبارزه برد؟ البته نمیشود. بنابر همین پیمان ملی تاجیکستان در این مسئله خیلی برنامه جدی دارد و از همه مهمش ملت عزیز، اگر ما و شما واقعا میخواهیم پیش راه دزدی را بگیریم باید به منصبدار، به حکومتدار اجازت نداد که قدم اول را بگذارد. اگر شما با او اجازه دادید که برای یک سپرافکا از شما پول گرفت، برای یک جای کار، برای حالا هر از مرز گذشتن، برای پاسپورت از قانون بیرون پول گرفت، پس بدانید که ما و شما خودمان یک منصبدار را تبدیل به یک دزد بزرگ کردیم. اگر پیش راه رحمانوف را 10 سال پیش 15 سال پیش ملت میگرفت، پیش راه وزیران را میگرفت، امروز ما به این حالت نمیرسیدیم. بنابر همین باید که حکومت بعدی از روز اول، از ساعتهای اول به مردم اثبات کند، نشان بدهد که در مبارزه ضد فساد و دزدی و کروپسیون خیلی جدی هست و باز تکرار میکنم در 100 روز اولش باید که گزارش اول رو به ملت ارائه کند. اگر ملت متقاعد شد، دید که کارها پیش رفته ایستاده است، خوب است، اجازت میدهد که باز مسئولیتش رو انجام بدهد. اگر که دید که نه، این هم کارهای رحمانوف رو تکرار کرده ایستاده است، در همون 100 روز اول باید که خلاصه‌اش رو نسبت این حکومت جدید هم ملت برآورد. خب دوستان عزیز، این چند صحبت بود در این موضوعی که آیا حکومت بعدی هم بعد از رحمانوف می‌دزدد یا نه. این امیدوارم که شما با سوال‌ها، ملاحظه‌های خود اطراف این موضوع را پرتر خواهید کرد، بحث‌های جالب خواهد شد و اگر یگان سوال پیشنهادی با ما هم در این موضوع باشد با کمال میل با آن جواب خواهم گفت. بفرمایید محمود جان. سلامت باشین استاد، واقعا صحبت خیلی خوب کردید. هر چند 52 دقیقه گذشت ما سوال‌های خیلی زیاد داریم استاد، امیدواریم که به سوال‌ها یعنی کمتر نسبتاً مختصر جواب دید، کوتاه‌تر. اول اینکه استاد ساعت بیشتر صحبت نمیکنم ولی باز مثل همیشه همون 50 نه صحبت خیلی خوب بود، صحبت خیلی خوب بود استاد. در همین مسئله اول تسلیت ما رو نسبتی که در گذشته اون برادر ابراهیم جان قبول کنید، خداوند مرحوم رحمت و مغفرت کند و شما و خانواده‌تان استاد صبر جمیل عطا فرماید. یک چیزی که در همین باره شما صحبت میکردید، یک چیزی عجیبی رو ملاحظه کردم استاد، این فکرهایی که حالا نوشته ایستادن، شما همین مصیبت انسانی رو صحبت میکردید، اونها از همون دشنام و تحقیر و اتهامات از اینها نموندن. واقعا در ذهن من یک چیز اومد که از طرف حکومت واقعا همین مسئله رعایه فرهنگ سیاسی، بخصوص در همین روزایی که روزای سخت مثل مرگ و میر، همین مصیبت‌های انسانی هم یعنی انجام نمیشود، رعایت نمیشود. متاسفانه ما چنین یک رقیب نامرد داریم که حتی در همین روزهای مرگ و میر و مصیبت‌های انسانی هم متاسفانه یعنی همین فرهنگ سیاسی رو رعایت نمیکنند. یک چیز استاد هست سوال پیش از این که حالا به این من نظر میخوام همین رفتاری که حالا طرفداران رحمانوف کرده ایستادن یا همون فابریکه جواب، همین برای ما و شما درس است که بهترین درس همین است که ما این عمل زشت اونها رو تکرار نکنیم. یعنی حالا دعوت من از شما هم از تمام طرفداران پیمان ملی تاجیکستان این است که وقتی میبینید که اینا چگونه رفتار میکنن، شما با کمال ادب، با فرهنگ جواب بگیرید و حتی اگر دشمنتان هم باشد در روز مصیبت با او یگان کار بد، یگان تحقیر از مصیبت مردم سیاست نتراشد و تحقیر توهین نکنید. من نظرم این است که همین خود رفتار این جانبداران رحمانوف خودش یک درس بزرگ برای ملت، برای همه ما است که چگونه باید انسان باقی ماند. بله بفرمایید. بله واقعا
واقعا حتی در پاکستان، حتی در افغانستان جنگ زده و در دیگر کشورهای حتی عقب مانده دیگر هم یک این رعایت میشد فرهنگ سیاسی بخصوص در روزهای سخت و مصیبت های انسانی. استاد سوال این است که صحبت هایی که حالا درباره همین دزدی کردن حکومت و مثلا طرف مخالفین چی باید کرد، یک شکل به فکر نمیکنید که آرمانگرایانه و ایدئالی هست؟ مثلا شما وقتی درباره کروپسی از بین بردن کروپسی گپ میزنید، درباره ساکاشویلی از ساکاشویلی یادآوری میکنید و دیگر، ولی واقعا یک واقعیت این است که در تقسیمی 30% همون قدرت یا مقام ها از طرف مخالفین یک چیزهای صورت گرفت که شما قسما هم اعتراف کردید که چنین چیزهای وجود داشت که ضمانت میدهد که مخالفین بار دیگر همین چی بگم همین عمل، همین مواردی که دور از شفافیت، عدم رعایت شایسته سالی و این هست که این همش میبرد به فساد میرساند، از مخالفین سر نمیزند. آیا این صحبت‌های شما بیشتر ایدئالی و آرمانگرایانه نیست؟ بسیار سوال خوب است محمود جان. نه، این صحبت‌های ما آرمانگرایانه یا که ایدئالی نیست، فانتاستیک نیست که ما بگیم که مثلا ما آمدیم سر قدرت دیگر این فساد نمی شود. و شما هم مثال آوردید که مثلا در اون 30% اپوزیسیا نتوانست افراد شایسته را به اون 30% وارد کند و کسانی را هم پیشنهاد شد که شاید در فعالیتشان یا در مثل دیگر بخش 70% حکومت دزدیدن، جنایت کردن یا کمبودی دیگر کردن. اینجا یک مسئله بسیار مهم است که من خواهش میکنم هم شما محمود جان و هم دیگر دوستان و هم ملت عزیز این را در نظر بگیرد که مسئولیت کمیسیون آشتی ملی، مسئولیت طرف اپوزیسیا در اون مدت حتی از این 30% خاتمه بخشیدن به جنگ شهروندی بود. این نکته خیلی مهم است که مسئولیت ما کار کنیم که پیش روی جنگ شهروندی گرفته شود. اونجا وظیفه ما این نبود که ما یک حکومتی را بیاریم به سر قدرت یا نفران پیشنهاد کنیم که اینا بهترین های ملت باشن، اینا دوز نباشن، اینا دست پاک داشته باشن. اگر پیدا میشد و میتوانستیم خیلی خوب، خیلی کاری عالی میشد. اما چگونه مثلا مولا عبدالرحیم که تماشا رو بعد دیدیم چیکار کرد. مولا عبدالرحیم یک قماندان بود از طرف اپوزیسیا، جنگیده بود و آمد با استاد نوری گفت که اگر به من منصب تماشا رو، هم رئیس تماشا رو نمیدید من می جنگم، باز از نو جنگ رو سر میکنم. من ولی استاد ولی وقتی تغییرات میآید و وقتی تغییرات هم میآید احتمالاً همین چیز باز شاید دلیل بیارید. مثال نه، حالا ببینید من میخوام به همین موضوع برگردم. در اونجا وظیفه استاد نوری خدا رحمتش کند این بود که پیش راه جنگ را بگیرد، حتی اگر با دادن منصب به همین گونه افراد نالایق مثل مولا عبدالرحیم که خودتون میدونید که اصلا استاد نوری نمیخواست که مولا عبدالرحیم وظیفه بگیرد، میرزا خوجا نظام رو پیشنهاد کرده بود، اما مولا عبدالرحیم با این فشار و شانتاژ هم با جورگری و بازینگری با طرف حکومت این منصب رو بالاخره صاحب شد، هم اپوزیسیا رو شرمنده کرد و هم حکومت رو. اما در اون شب و روز وظیفه قطع جنگ بود و خب بالاخره پیش روی جنگ گرفته شد. اگر می توانستیم یک نفر لایق‌تر پیشنهاد کنیم باز خوب. اما حالا که دیگر در تاجیکستان نه جنگ شهروندی است، نه طرف مسلح است، نه یگان قماندان است و حتی به کسی اجازه داده نمیشود از طرف اپوزیسیا که بگوید که من مثلا یک سیاستمدار، یک بلاگر، یک آدم فعال امروز بگوید که من زحمت کشیدم و اینقدر مبارزه بردم، فردا من میخوام مثلا رئیس وزیر شوم یا کدام یک منصب دیگر رو بگیرم، ما برای آنکه این آدم مبارز بود و این آدم در صحنه بود بیاریم او را یک منصب مهم دولتی را بدیم که بعد دقیقاً همون دزدی و غارتگری مولا عبدالرحیم را تکرار کند، یا حتی اون دزدی و غارتگری را هم نکند، وظیفه‌اش را به یک شکلی نادرست انجام میدهد که دیگر آبروی هم حکومت را میبرد و هم به ملت ضربه میرساند. در حکومت آینده باید شایسته سالاری باشد، انسان‌های بیان که واقعاً هم کاردان هستند و سزاوار این منصب هستند. من برای چی در یک صحبت قبلی گفتم، حالا باز تکرار میکنم. حکومت آینده که ما در نظر داریم عبارت از 4 بخش است. 30% حاکمیت
از افراد خواهد بود که امروز در همین حاکمیت امروزه کار میکنن ولی انسانای پاک هستند، دزد نیستن، غارتگر نیستن، به مردم ظلم نکردن، اینا هستن امروز در حکومت. این نیست که وزیرها امروزه دزد و غارتگر باشد. 30% دیگرش از حساب مهاجرین تاجیک که اصلا با سیاست کار ندارن، در هجرت هستن، در خارج کار میکنن و از حساب اونها باید باشد. 30% از حساب مبارزین نیروهای ملی که در مبارزه در اپوزیسیون هستن، اینا هم سزاوار هستن و اینا هم کادرهای خیلی آماده دارن. 10% دیگر به جامعه شهروندی، اونایی که در ساختارهای سیاسی یا حکومتی کار نمیکنن اما خود را در مؤسسه ها، سازمان های غیر دولتی، در بخش حقوق بشر، در رسانه ها، اینا خود را نشان دادن که مدیران خوبی هستند. در مجموع بشود این 100% از اون حکومتی که هم از بخش اپوزیسیون هست، هم از حکومت امروزه هست، هم از مهاجرین هست، هم از جامعه شهروندی. و این نیست که این حکومت همش از یک حکومت امروزه یا از اپوزیسیون یا از یک بخش و از یک منطقه عبارت باشد. با این شکل وقتی که متخصصان بهترین جلب کرده می شود، چی از داخل چی از خارج، من مطمئنم که دیگر یک حکومت ملی می آید و اون اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد. بسیار خوب، تشکر استاد. حالا از یک برادر وارد میکنیم، برادر ابوبکر. سوال ها خیلی زیاد هستند از برادرانی که در همین موضوع امروز آیا حکومت بعد رحمانوف دزدی میکند، دزدی میکند، خواهش میکنم در همین موضوع باشد و میتوانند که وارد شوند و سوال های نوشتن زیاد هست و دیگر هم خواهش میکنم که صحبت کنید. برادر ابوبکر بفرمایید. ابوبکر بفرمایید. پس استاد ابوبکر چی نشدن، پیوست نتونستن صحبت بکنند. یک سوال هست از مکنونه محمد، گفته است که البته میدزدد، در سر رحمانوف نیست، مشکلی در ساختار است. نظرتون چه است؟ بله، من راضی هستم که مشکلی در ساختار هم هست. من برای همین گفتم که باید خودی ساختار حکومت رو عوض کرد، ساختار سیاسی رو باید عوض کرد. مثلا مسئولین ناحیه ها، ولایت ها، حتی سودها باید انتخابی باشن از طرف مردم. وقتی که مردم خودش انتخاب میکنند، مسئولیت رو به دوش میگیرد. ما شاید که در 5 سال اول خیلی برایمون دشوار شود که مبارزه با فساد و با دزدی را خیلی قوی راه اندازی کنیم، اما آهسته آهسته من مطمئنم که بعد از 5 سال یا در دوام 5 سال ملت به حداقل به همون حد گرجستان میرسد که شما در اولی صحبت گفتید. چرا؟ ببینید، من محمود جان در گرجستان خدمت کردم، 2 سال خدمتی عسکری هم در همون منطقه قفقاز و جنوب روسیه بود، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، کراسنودار و اینجا، بیشتر در گرجستان. دوستان گرجی من خفه نشوند و دوستان آذربایجانی هم از همه ملت فساد زده پارخور، حالا ملت نگیم، حکومت ها در سابق شوروی گرجستان و آذربایجان بود. از تاجیکستان ما هم زیادتر اونو پارخور بودن، من اونجا زندگی کردم میدونم. اما ببینید وضعیت چی است. امروز در آذربایجان وضعیت قریب مثل اون پیشینه باقی مونده است. حالا من این حرف رو با دوستان آذربایجانی هم آشکار میگم، اما در گرجستان تقریبا به 0 برابر شد. برای چی؟ برای آنکه ساکاشویلی رو همه مردم گرجستان دوست نمی‌دارند، قبول ندارن، اصلا زدن از پرزیدنتی هم بیرونش کردن. اما دوست و دشمنش یک چیز رو اعتراف میکند که ساکاشویلی وقتی که خواست مبارزه جدی برد، توانست پیش روی دزدی را در گرجستان بگیرد. خودش از منصب رفت، ولی حکومتی که بعدش آمد مخالف ساکاشویلی است دیگر نمیتواند دزدی کند. برای چی؟ برای ساکاشویلی فوندامنت یک ساختار را گذاشت که هر حکومت بعد از او بیاید دیگر دزدی کردن نمیتواند یا دزدی برایش دشوار میشود. پس چرا ما نمیتوانیم همین رو در تاجیکستان کنیم که یک ملت عادت کرده به دزدی در گرجستان توانست امروز به یک ملت پیشرفته اروپایی تبدیل شود؟ اما ما باز تکرار میکنیم که نه، ملت تاجیک ما نمیتواند، هر کسی بیاد میدزدد. برادران عزیز، این برادر که سوال داد میگه که ساختار مشکلی دارد. بله، مشکلی 50% در پرزیدنت است، در شخص اول، 50% دیگرش در ساختار است.
ما آماده هستیم که هر دو رو اصلاح کنیم، هم یک نفر صالح رو به سر قدرت بیاریم و هم ساختار رو طرز اصلاح کنیم که دیگر دزدیدن در آن دشوار شود. بسیار خوب. ابوبکر یک برگه وقتون میتیم اگر امکان داشته صحبت کنین، وگرنه باز دیگه برادران منتظرن اونا رو بتیم. فرما ابوبکر. نیستن این برادر. از ناامیدی ها بس امید بفرما. شاید کدام مشکل تکنیکی در همون دستگاه است محمود جان و برادران شاید سر داده شود. نه استاد، حالا باز کی را پرسیم؟ احمد جان بفرما. برادر احمد جان. سلام علیکم. و علیکم السلام. استاد محیدین کبیری، انشاءالله خوب هستی؟ تشکر برادر عزیز، سلامت باشید. الله حفظتون کنه. باور کرد خیلی سال بود که میخواستم با شما صحبت کنم، اما امروز شرف شد که ما با شما صحبت کردم. الله شما را حفظ کنه و از شیطانی رانده شده و از شیطانی تاجیکستان دیگه الله شما را نگهبان باشه. سوال من چنین است که انشاءالله وقتی که شما به سر قدرت آمده، وظیفه ها چون امام ملک مقصد وظیفه ها را به سودا میگذارد، همین گونه می شود یا که مقصد ویبر خلق ویبر میکرده باشد؟ سلامت باشه برادر عزیز. اگر یک سخن دیگر رحمان به همین شکل صدای من است محمود جان؟ بله بله استاد. اگر ما حکومت بعدی هم چی من باشم چی کسی دیگر مثل امام رحمانوف رفتار کند، پس چی ضرورت دارد که ملت باید رحمانوف رو به یک کسی دیگر عوض کند؟ بگذار امیر رحمانوف باقی بماند، بدزدد، غارت کند با خویش تبارش. اما وقتی ما میگیم که نه، باید که برای ملت بس، باید که دیگر حکومت بعدی ندزدد و این بودجه کشور، پول کشور در دست ملت، در خزینه ملت بماند، پس باید رفتار رو تغییر داد. مثل رحمانوف این کار رو تکرار نکرد. اگر من بیام سر قدرت، چرا باید خویش تبار خودم رو در اطرافم جمع کنم؟ در وقتی که یک منصبدار از بودجه دولت منصب میگیرد، معاش میگیرد، حق تعیین کردن پیدا میکند، نباید خویش تبار خودش رو در اونجا تعیین کند. اگر خودت مثلا شرکت میسازی، اگر یک مثلا حزب میکنی، گروه میکنی، کماند فوتبال داری، نمیدونم انسامبل داری، حالا یک جمعیت و حرکت داری، بله بگذار خویش تبارت رو در اطرافت جمع کن، همدیهات رو، این کار شخصی خودت است. اما وقتی که در گپ درباره بودجه دولت می رود، پول ملت می رود، حق ندارد یک کسی این کارو کند. من اولین کاری که حالا پیشترم یک چیز را بگم برادر عزیز، اسمتون یادم رفت. من چند پیش وقتی که در یک صحبت داخلی پیمان همین را گفت، از من سوال کردن که اگر حالا پیمان سر قدرت آمد، خودت رئیس جمهور شدی یا هر کسی دیگر از پیمان، چی کار میکنی؟ من گفتم هیچ کدام از نزدیکانی من، از خویش تباری من که امروز در پهلوی من قرار دارند، مبارزه میبرند و دستشون را میفروشم، تشکر میگم، میندارم از آنها، باید که در حاکمیت اجرایی در منصب‌های بلند نباشند. یکی از جیان‌های هم گفت که خب من اگر دانش داشته باشم، من که حالا دیپلم دارم، اینقدر تجربه دارم، پس حق من پامال نمیشود که من مثلا 5 سال یا چند ساله که خودت اگر یک منصب دولتی داشته باشی، من یگان کار دولتی نکنم مگر این پامال کردن حق شهروندی من همچون انسان نیست. من گفتم نه، این پامال کردن حق شهروندی خودت نیست، برای آن که خودت میتونی یک منصب یک کار دیگر را بگیری، به شرطی که اون مقام بلند نباشد و به واسطه در تابعیت مقام اولی کشور یا سروزیر یا اینها نباشد. برای یک کار شخصی، یک کار علمی در یک دانشگاه، در یک جای دیگر، یا در یک کاری که مردم تو را اگر انتخاب کردن، انتخاب مردم باشد، دیگر من حق ندارم. اما در یک کاری که با امضا تعیین شوی، نه، من نباید این را اجازه بدم. اگر که اجازه دادم، پس فرق بین من و رحمان چی است؟ پس میگن که باز کبیری هم همون اشتباه رحمان را تکرار کرد و باز همون قصه و همون داستان ادامه پیدا خواهد کرد. بنابر همین من طرفدار آن هستم که هر کسی بعد از رحمانوف می آید
دیگر این خش تبار نزدیک مثل فرزندان، پدر، داماد، جیان اینها را باید در یگان مقام دولتی نزدیک اجازت ندهد وگرنه ما پیش روی کروپسیا و دزدی را گرفتن نخواهیم توانست. الو سلام علیکم. علیکم سلام. سوزن تیجی نکا. تشکر، سلامت باشید. کاراتون خوبه؟ همتون سلامتون سوز. تشکر، زنده باشید. همین یک سوال داشتم که همین سوال ما کم ترک همین غمگین میکنه رو سیگاب ننگ میبیوید. همین شما وقتی که سالهای پیش تا اینا 2000 چند در تاجیکستان فعالیت میکردین که در داخل جمهوری؟ تا 2015 تا 2015 از جانب شما یگان مراتبه نسبت سیاست دولت، نسبت حکومت، نسبت کارگرایی که در وظیفه‌های اداره کننده شتگی هستند یگان مراتبه یگان گپ از جانب شما نبود. بعد وقتی که شما تبادلات کردن شدینش نتونستین بعد به خارج رفتین بعد سر کردین کارتون. همین را همون وقتا سبب چی بود که شما نمیگفتین نسبت دولت یگان گپ زدگی نبودین شما؟ سلامت باشید برادر عزیز. من بسیار میخواستم که همه دوستان هموطنان ما انم خیلی با آدابانه حرف جدی تنقید کنن ولی با آدابانه رفتار کنن. خیلی سوال خوب داده. دوستی عزیز نامت چی بود؟ من نامتون رو نگفته در اینجا. سهراب جان، خودت واقعا باور داری که من وقتی که تا سال 2015 در تاجیکستان بودم تنقید نکردم نسبت پرزیدنت نسبت حکومت چیزی نگفتم؟ باور داری همین؟ یعنی مطمئن هستی؟ حاجی من شما دم فهمون که یک دقیقه. نه به حالا مثال اینا چخل که حاجی شما اکتیو نیگون برآمد میکنین مثال در پریموی فیلم بروین مردم قد صحبت میکنین اما وقتی پیش جانب شما این کرونا دیدن نمیشید که شما یعنی شما تصمیم میکنید وقتی که در سیاست بودین نسبت سیاست گپ نمیزدین. یعنی ببینید برادر، حالا همین من میخوام با شما صحبت کنم آشکار آرام. واقعا شما همین جدی گفته ایستادید، باور دارید که وقتی من در داخل کشور بودم برآمد نمیکردم، جدی صحبت نمیکردم، گپ نمیزدم؟ ما از سال 2010 همین اینترنت شروع استفاده میبرم ما دیدگی نیستم که شما برآمد کنید که یگون بود. که رسانه‌های خبری یا که اسمی یگون جو من فهمیدگی نبودم. من اینو قبول میکنم که من باور میکنم که شما از سال 2010 تا 2015 یگان مراتبه ندیده که من برآمد کردم. این جای عیب نیست و کمبودی شما هم نیست. شما شاید توجه نکردید، ندیدید. من از شما خواهش میکنم، از برادر محمود جان، از دیگر مسئولین پیمان ملی که و این برادر سهراب جان تمام لینک های صحبت های من در پارلمان، در اداره حزب، صحبت هایی که در رسانه ها کردم از تنقید حکومت، از تنقید رحمانوف، از تنقید قانون ها و از اون صحبت هایی که من جدی میکردم. حتی من با رحمانوف در بینای حزب گفتم در برآمدم که جناب رحمانوف اگر توان و قدرت اداره حکومت رو نداری جا را خالی کن، ما آماده هستیم. من این رو در دوشنبه در سال 2013 یا 14 گفتم، نوار در یوتیوب هست. چند روز پیش یکی از بچه‌ها با من فرستاد، گفت من تعجب کردم که همین حرف رو خدا در دوشنبه گفتگی. گفتم بله من این رو میگفتم. گفت که من ندیده بودم. گفتم جای عیبش نیست. خب توجه نکردی، ندیدی. سهراب جان بیا یک کار کنیم. شما برای اون پیش از اون که بار دیگر همین مسئله رو مطرح کنید، وقت جدا کنید چند ساعت، والا نمیگم چند روز، چند ساعت کافی است که یک بار سیر کنید در گوگل، در یوتیوب این برآمدهای ما رو یک بار ببینید، یا که محمود جان آدرسش رو بگیرد بفرستد و برادر شاید بعداً بیا صحبت کنید ببینیم که آیا واقعا باور دارد که من در دوشنبه نگفتم یا چیزی گفته بودم در اونجا. بعد صحبت میکنیم ان شاء الله. فهمیدم رحمت اکا و همین نسبت روبر دولت یگان خصومت شخصی داره؟ چون اگر صمیمی جواب میدادین خیلی خوب میشد. اگر چیکار جواب میدادم؟ صمیمی از تحقیق واقعا صمیمانه جواب میگم. نسبت امام علی رحمان همچون شخص، همچون انسان، همچون پدر، همچون بابا یگان کینه ندارم، یگان خصومت ندارم، حتی یگان مراتبه تحقیرم نکردم، یگان جنایتم، یگان کمبودی هم زیرش نکردم. اما همچون نسبت امام علی رحمان، همچون پرزیدنت، همچون رهبر دولت که این همه جنایت ها رو همچون پرزیدنت کرد، شاید همچون پدر، همچون بابا آدم مهربان است، فرزنداش رو دوست می‌دارد،
نبیرهاش رو دوست می‌دارد. من به این کار ندارم، احترام قائل هستم. اما همچون پرزیدنت پول ملت ما رو دزدید، همچون رهبری دولت حاکمیت را غصب کرد، حزب ما را ممنوع کرد، سازشنامه صلح را یک طرفانه ناجوانمردانه پامال کرد. خب برای اینها من وظیفه دار هستم. این وظیفه ایمانی است، وظیفه شهروندی هم است که باید این حرفا را بگویم و تمام تلاش خود را خواهم کرد که رو از طریق قدرت دور کنم. اما با او همچون انسان، همچون پدر، همچون برادر کار ندارم من دیگر و هیچ خصومت شخصی هم ندارم. شما این سوال را از رحمانوف کنید که رحمانوف به من چی خصومت شخصی داشتی این کار را کرد که من یگان قانون رو ویران نکردم، یگان دزدی نکردم، در داخل کشور بودم، هیچ کاری اصلا نکردم. مالکیت ما را در سال 2013 گرفت، حالا تا سال 2015 اون طرف ایستاد. یعنی اعضای حزب ما را در سال 2010 11 12 منع کرد، بینای حزب ما را خراب کرد، این همه فشارها را آورد. خودت سهراب جان یک بار همون پروتکل 3220 را که رحمانوف امضا کرده است، امضای رحمانوف هست، پروتکل 3220 شورای امنیت تاجیکستان، همون پروتکل را بفرستید سهراب جان یک بار بخواند. این ساخته کبیری نیست، این امضای رحمانوف است. اگر همون شما خواندید و دیدید که رحمانوف در همونجا ضد کنستیتوسیا، ضد سازشنامه جنایت کرده است یا نه، بیا با من صحبت کن، بعد ما شما میگیم که آیا من با رحمانوف خصومت شخصی دارم یا همچون اپوزیسیا انتقاد میکنم و حرفایم درست است. بعد میام صحبت میکنیم. میشه آدم خیر فهمیده شده معلش. خب سلامت باشید. خب برادر مهاجر بفرمایید. السلام علیکم اکا. السلام علیکم استاد. استاد زنده باشه، سربلند باشه. باور کنید شما وقتی که صحبت میکنیم ما میفخریم. استاد من پیشکی چی من آینده انشالله رحمان خدا خواهد من شما رو در پرزیدنتی میبینم. مقصد دل من میگه که همین شما باید پرزیدنت باشه. پیشکی میگم استاد که نشوه که مثال رحمانوف هم وقت گاو میزد خدا و رسول میگفت، باز دیگه به خدا و رسول جنگ داره. پیشکی میگم که استاد جنگ نکنه، مثال مثل رحمانوف با خوجه خارجی پیدا نکنه. این همیقه فقط آرزو از خداوند همیقه آرزو داریم که شما را بالای سر ما بیاره. استاد باور کنه تا سال 2008 9 10 11 ما در کجای شهر دوشنبه همه وقتی که نماز در میشید ما یک چیز میپرتافتیم، ما نماز میخوندیم. ای روزی که رحمانوف به ضد شما برآمد و یک قسم رو زندان کرد، مشکلی ما نه تنها که در قد راه یا در یگان جا ما نماز خواندن، بلکه چند بار ما را برای ریشمون مادر ما از 50 بالا بود نموندن برای پاسپورت گیری، زگرم پاسپورت گیری بود روی مثلا مشکلی زیاد شد. ما را در مسجدها بسیار پول ما ستاندن و دیگر کار کردن. استاد همینه که فقط مثل حاضره در فکر خلق باشه. باقی مانده در پناه خدا هم. برادر عزیز، اولش که من انشاءالله برادر محمود جان اگر اینم بنویسه در یکی از صحبت های آینده در موضوع دین و جایگاه دین، مقام دین در آینده تاجیکستان چگونه خواهد بود یک صحبت خواهم کرد انشاءالله و به این سوال های مردم در این بخشم جواب علاهیده میگم در جای خودش. اما در مسئله پرزیدنتی برادر عزیز من چند بخش گفته ایستادم که اگر ملت بخواهد من آماده هستم که این با خواهش مردم این مسئولیت رو برای چند سال بعدش بگیرم، اما نباید این مقام رو این در آینده برای یک نفر دو نفر ما این را دیگر منپول کنیم. ملت ده ها نفر شخصان ارزنده دارد که اگر ما و شما بعد از پیروزی انشالله به این توافق برسیم میتونه یک برادر دیگر یا حتی یک خواهر دیگر یک بانو رو حتی میشود که به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کرد. مهم این که دیگر اون جنایت ها و اشتباهی که حاکمیت امروزه کرده ایستاده است تکرار نکنه، چون وقتی که زیاد تکرار میشه درباره اون که باید حتما من پرزیدنت باشم، این از یک طرف یک مقدار تبلیغ عمدی حساب می شود، مخصوص یا پروپاگاندا برده می شود که خوب نیست و از طرف دیگر بعضی ها ناراحت می شوند، بعضی ها این کار را خوب قبول نمی کنند و باز علیه ما هم این را می توانند استفاده برند. تشکر برادر عزیز برای تمنیات نیک.
سلیم بفرما برادر سلیم بفرما. سلام علیکم. اولا من نسبت شما در اول مناسبت دیگر داشتم در 3-4 سال نزدیک و بعد از آن مناسبت من تغییر یافت نسبت شما. من با شما یک دو سه سوال دارم. یکم سوال من همین است که سیستم اداره‌کنی رحمان از نگاه سیستم اداره‌کنی جهانی به کدام سیستم داخل می شود، یعنی که شباهت دارد؟ یکم سوال من همین است. دوم سوال من همین است که اگر شما به سر قدرت بیایید، خدا خواهد، شما کدام سیستم اداره‌کنی دولتی رو پیش میگیرید و بر ضد فساد چه خیلی مبارزه میبرید؟ کدام برنامه ها دارید؟ سلام باشه برادر عزیز. واقعا ملاحظه خوبی را گفتید که مناسبت شما تغییر کرد، چون میگویند که تامر سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. در این چند سال اخیر ما یک کمتر خاموش بودیم، مشغول کارهای تشکیلی و اینا. درباره ما ضد ما هم حکومت از یک طرف صحبت میکرد و این تبلیغات وسیع و گسترده را راه اندازی کرد. از طرف دیگر بعضی نیروها و شخصیت‌های دیگر یک تبلیغات خیلی هم حتی نیروهای سیاسی هم علیه ما در این 3-4 سال گذشته آغاز کرده بودند و طبیعی است که این تاثیر میرساند به ذهن مردم. اما خدا را شکر الان که باز با مردم خودمون مستقیم در صحبت روبرو هستیم، این سوء تفاهم‌ها و این سیاه کردن‌ها آهسته آهسته رفته است. البته به این معنی نیست که ما کمبودی نداریم، یگان عیبی نداریم. نه، ما هم مثل همه دیگر انسان‌ها کمبودی داریم، اما اون تهمت و دروغایی که واقعا در حق ما و دیگر برادران و خواهران مبارز می‌کردند، خدا را شکر که امروزها مردم خودشون نظرشون تغییر کرده است. درباره ساختار حاکمیت امروزه رحمانوف، ببینید دوستی عزیز، از روی کنستیتوسیا ساختار حاکمیت در تاجیکستان پرزیدنتی است. یعنی یک چیز را به زبان روسی اگر بگم میگن پارلمانسکی سیستم правления ای پرزیدنسکی. در ما بعد یک ساختار دیگر هست که پرزیدنسکی پارلمانسکی الی پارلمانسکی پرزیدنسکی. بعضی کشورها این هم دارن. اما در تاجیکستان طبق کنستیتوسیا ساختار پرزیدنتی است و اما از لحاظ بهادیهی، چون ساختارهای حاکمیت‌های پرزیدنتی و حتی پارلمانی هم وقتی که از لحاظ معیارهای دموکراتی یا غیر دموکراتی بودن بهاگذاری کرده میشه، باز در اینجا فرق میکنند. مثلا یک ساختار پرزیدنتی است که دموکراتی است، مثل فرانسه ساختار پرزیدنتی است، امریکا هم ساختار پرزیدنتی است، ولی خود ساختار حاکمیت ماهیتا دموکراتی است. هست با دیکتاتوری هست. حاکمیت امروزه تاجیکستان متاسفانه یک حاکمیت افطریتری هست که از طریق یک شخصیت با استفاده از نیروهای یک اولاد یک خانواده مدیریت می شود و این دیگر بهای تمام سازمان های بین المللی هست و وقتی که تاجیکستان را بهاگذاری میکنند سیستم حاکمیت را، همیشه یا کلمه افطریتر نه سیستم را استفاده میبرند، یا تتالیتر نه یا دیکتاتور یا کروپسیون سیستم و وقتهای آخر دیگر با یک اصطلاح حاکمیت اولادی را هم در نسبت حاکمیت امروزه تاجیکستان متاسفانه استفاده برده ایستادند که این دیگر ماهیتا معنی آن را دارد که دیگر یکی از بدترین حاکمیت های نظام هایی که در سطح جهانی امروز وجود دارد. شما برید اگر ایندکس های جهانی را ببینید، مثلا ما چند تا ایندکس جهانی داریم که در جهان معروف است و اعتبار دارد. یکی ایندکس فریدم هاوس، دیگر ترانسپرنسی اینترنشنال، که هر کدام اینها در سطح جهانی سالانه این یا آن کشور را بهاگذاری میکنند. یکی دیگر مجله اکونومیست که معتبر است و مجله تایمز. اینها تاجیکستان رو متاسفانه در این 10 سال اخیر، بخصوص این 4-5 سال اخیر، در رده 10 گانه بدترین کشورهای دنیا از لحاظ حقوق بشر، دموکراسی، آزادی ها و فساد معرفی کردند که برای ما و شما واقعا یک مصیبت و عیب بزرگ است. اما من پیشتر در قسمت دوم سوال شما جواب گفتم که اگر پیمان ملی تاجیکستان سر قدرت آمد وضعیت رو چگونه اصلاح میکند، باز مختصر تکرار میکنم. یکی این که ساختار حاکمیت را
یعنی صلاحیت های پرزیدنت رو محدود میکند، نه بیشتر از 2 مرتبه، و به پارلمانت صلاحیتی بیشتر میدهد، به سود صلاحیتی بیشتر میدهد. البته با پارلمان و سودهایی که مستقیما از طرف مردم در یک انتخابات دموکراتی انتخاب میشوند. وقتی که پارلمان آزاد هست، مثل پارلمان آلمان مثلا، مثل پارلمان امریکا که ضد پرزیدنتش هم قرار قبول میکند، و سود هم خیلی آزادانه حکم صادر میکند. من چند روز پیش در همین آلمان در یک سود یک مهاجر تاجیک شرکت کردم همچون شاهد. در اونجا دیدم، احساس کردم که سود در آلمان چقدر آزاد هست، که وقتی که مقامات دولتی میگراسیون سروش به آلمان این مهاجر تاجیک را یک قرار منفی برآورده بود، سود بررسی کرد، شاهدی ما را انگوش کرد و قرار حاکمیت اجرایی را تغییر داد به فایده این مهاجر تاجیک. در صورتی که من خودم در داخل تاجیکستان وضعیت سودها را دیده بودم. منم وقتی که در ریگر ترسونزاده بازاری ما رو میگرفتن، سودیه بیچاره میلرزید، چون که با او زنگ زدن و خودش گفت که دیگر از دست من یگان کار نمیاد. به من از مقامات امنیتی زنگ زدن، مرا میبخشی، از من ناراحت نشو، مالکیتت رو دیگر حکومت میگیرد. بنابر همین ما حتما این وضعیت رو در آینده انشاءالله تغییر خواهیم داد. از ناامیدی ها بس امید بفرما. خب برادر عبدالعزیز بفرما. بفرمای برادر. استاد حاضر، اینجا چندین نفران منتظر هستند و سوال ها هم خیلی زیاد هستند. اگر بشود استاد یک دو سوال هم من از این سوال های نوشته که فرستادن اونا را میخونم و اگر امکان باشد کمتر تیزتر جواب بدین. یک نوشته است که آیا شما باور دارید میتوانید این سیستم در 30 سال فساد در رگ و پیوندش پیچیده را به آسانی اصلاح کنید؟ بله دوست عزیز، اگر من باور نمی داشتم، نمی توانستم این دعوا رو نمی کردم و این مبارزه رو هم نمی بردم. و وقتی که این حرفا رو زده ایستادم و میگن که می توانیم و باید بتوانیم، پس مطمئن باشید که این حرف جدی هست و نباید ناامید شد. اگر ما این ناامیدی رو به خود اجازه بدیم، در 100 سال هم نمی توانیم، اما باید قاطعانه با جدیت گفت که می توانیم و باید هم بتوانیم. حداقل من این قاطعیت این باوری رو در خود دارم و میدانم که چی کار باید کرد. بسیار خوب. عبدالعزیز بفرما. برادر عبدالعزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام برادر. السلام علیکم و رحمت الله برادر. استاد سلامتی تو خوب هستن؟ که اینجا است؟ شکر خدا، تشکر برادر عزیز. شما خوبید ان شاء الله؟ الحمدلله. در همین باره بسیار در همین یوتیوب تماشا میکنم، بسیار همین خیانتکارای امام علی بسیار بچه دیگه در گرد منو ها ایدم تن همه رو حرقات میبینم، سرم درد میگیره. گفتم پروردگار اگر من یک همین طریق آدم میکنم که ایدم همه آدما من عقیب باشم، اگر عقیب تو باشم نه عقیب باشم. ما میخوایم که دولت آواز شه، یک انسانی که خدا ترس باشه، ایماندار باشه، که در پشت خلق باشه، خلق هم دوستش بداره، ای پشتش باشه، خلق خدمت کنه. ما هم خیلی آدم میکنیم، نه که آدمایی که در سر دولت ما گن خونی مردم خورده ایسن. ای دولت ما بزرش دیگه موجه نمیفهمم که با همین دولت گه باشه. برادر عزیز، من یک سوال دارم. آیا شما فکر نمیکنید که همین حکومت امروزه هم امام علی رحمه الله طرفدار دارد، کسانی هستند که دوستش می‌دارند و فکر میکنن که بهترین پرزیدنت در دنیا است؟ اصلا شاید باور نکنن که او میدزدد و غارتگری میکند. شما به این باور نمیکنید؟ من شخصا خیلی آرام میدونم. نه باور این استاد بخشش ده که گپ تمه برم بخشش خیلی مالش و طرفدارا دارن و اون طرفدارایی که دارن در سر دولت کار میکنن، حساب وایو میخرن. من یا 30 سال شده که من در شهر مردم گشته هستم، کار کرده هستم، چند تا صغیر صغیر یاردم کرده هستم، نون داده هستم، دست کدمش دستش میرسه در پاتین یاردم کرده هستم، کدمش پول داره در خوردن یاردم کرده هستم. نه که 20 سال بودم مسجد کردگیم، 70 مسجد آب نون دادگیم، گور چو کردگیم،
خدا را شکر الحمدلله خونه خدا رفتگی اومدگیم با ما. نه که مالش اینا طرفداراش باشن چون که خلق نگاه نمیکنه، چون خلق ظلم میکنه، چون خلق محچی چرس میکنه، چون خلق رش هم میگیره، چون خواهرها را ای سر شد حجاب هم میگیره. ببینید برادر اسمتون چی بود؟ عبدالعزیز بود؟ برادر یا هر کسی باشد. برادر عزیز بیاد اینجا ما یک صحبت صمیمانه و برادرانه کنیم. من با این حرفای شما کاملا راضی هستم و درک میکنم که شما چی گفتن میخواید، چون که همون مصیبت را همون مشکل را من هم دارم. یعنی همون کاری که شما الان گفتید 100% همش رو نسبت من، خانواده ما، اعضای حزب ما، برادران و خواهران ما کردن. اما بحث ما و شما چی است؟ متاسفانه در تاجیکستان هستند با انسانایی که نه منصب دارن نه مقام دارن، ولی اونا هم مظلومن، اونا هم فقیرن، اونا هم کمبغلن. رحمانов از اونا میدزدد. همین وظیفه‌داران و منصبداران پول اونا و فرزندان اونا را میخورن، ولی اونا حالا از لحاظ یا زامبی میکنن اینا را یا پروپاگاندا و تبلیغات میبرن. اینا واقعا قبول دارن که همین گونه حاکمیت باشد، حتی طرفدار هم هستن، دوست هم میدارن، حتی شاید من و شما را هم باز بدبینی کنن، بگن که ما فتنه میاندازیم، اغوا میاندازیم. من چرا این مسئله را میگویم؟ برای آنکه هر چقدر ملت بیسواد باشد، معارف، ساحه تندرستی، ساحه فرهنگ هر چقدر ضعیف باشد، مردم را فریب دادن، زامبی کردن و تحت تاثیر تبلیغات قرار دادن آسان است. باید یک مسئله را فراموش نکنیم. وقتی که ملت، مردم به ظلم عادت میکنن، من دیروز در یک صحبت هم گفتم که همون وقتی میگه که این غلام ابن غلام ابن غلام، حریت اندیشه او را حرام. وقتی که فرزندش، پدرش به همین غلامی و به همین مظلومیت و به همین تحقیر و پاره دادن عادت میکنه، دیگه نسل های او هم مردم هم عادت میکنن. در قشلاق جاهای ما، در دیها، مردم عادی نان خوردن ندارد، فرزندش مهاجر است، فرزندش در زندان است، باز میگوید که خدا عمر همین حکومت دراز کند و در بالای سر ما باشد و این اپوزیسیون همش خیانتکار و فتنه اندازن. ما و شما برادر عزیز باید آیسته آیسته مردم رو بفهمانیم که اونا مظلومن. یعنی وظیفه ما و شما فقط آزاد کردن خودمان از این مصیبت نیست، همون مردم و ملت هم باید از این مصیبت و از این تبلیغات آزاد کنیم. برای این باید کار کرد، برای این باید صمیمانه صحبت کرد، یک کمتر وقت جدا کرد. انشالله من باور دارم که آیسته آیسته ملت بیدار شده ایستاده است و به همین روز خواهیم رسید انشالله. حالا این برادر قطع شد به فکرم صحبتش، نه؟ چون من میخواستم این برادرمان بفهمن، درک کنن که هنوز این خیلی نیست که در جامعه همه حکومت امروزه رو بد بیند یا اصلا بفهمد که چی مصیبت دارد. در جامعه های کم بضاعت، کم بغل، عقب مانده معمولا مردم، اهالی دیکتاتورها رو دوست می‌دارن. همون گیتلر در زمان خودش میلیون ها طرفدار داشت. شما نوارهای سالهای 30-40 را تماشا کنید در ارشیو تلویزیون آلمان. وقتی که گیتلر می اومد و پیش مردم از شادی اشک می‌ریختند، گریه می‌کردند، برای گیتلر جانشون را قربان می‌کردند. چنگیز خان هم برای خود طرفدار داشت، هنوز هم دارد. مطمئن باشید که همه دیکتاتورها، حتی فرعون هم در زمان خودش بودن کسایی که او را دوست می‌داشتند. رحمانوف را امروز هم دوست می‌دارن بعضی‌ها و صمیمانه دوست می‌دارن. یعنی ما باید فکر نکنیم که همه جامعه مثل ما و شما آگاه است، بیدار است، چشم باز دارد، تحلیل دارد. هستن بسیار کسانی که منصب ندارن، مقام ندارن، اما دیگر مردم عوامن، کم بغلن، کم بضاعتن، از تجربه جهانی بیخبرن، از سیاست دورن. اینا خواهی نخواهی هر کسی در بالای سرشون باشد، حاکمیت باشد، او را دوست می‌دارن. بله استاد، ولی به خاطر اینکه خیلی مردم منتظر هستن دیگر نمیتونیم با یک نفر بیشتر بیستیم. اونا را یک آدم برادرها و خواهرایی که گم میزنن اونا را باز خارج میکنیم که دیگر کسی را وقت نیم. برادر سیاد بفرما. سیاد. السلام علیکم. علیکم سلام. من با برادر محیدین کبیری دو سوال داشتم. واقعا همین روز من خودم یک 8-9 سال در امنیت تاجیکستان کار میکردیم. سالهای پیش خیلی فکر میکردیم که
ҳукумати Раҳмонов хай як ҳукумати қавӣ аст, дуруст аст, аммо фаҳмидем ки дурусти гап ба ҳама маълум аст ки ягон соҳаи обод намондааст, ягон на ҷомеаи хуб аст, на ягон амнияти хуб аст мондааст. ростӣ баъд мо аз кор хориҷ шидем. фақат як савол доштам ки Тоҷикистон ба ҳамаи мо маълум аст ки ба як пастӣ, ба як чуқурӣ бигем афтидааст. аз нигоҳи шумо чанд сол лозим аст ки аз ҳамин Тоҷикистон аз ҳамин камбудиҳо берун барояд, ба ҳамин истилоҳи худмон бигем аз ҳамин чуқурӣ бароварда шавад? мисол чанд сол лозим аст? ва саволи дуюми ман ҳамин аст ки агар шумо ба сари қудрат биёед, бо кадом давлатҳо бештар додигирифт мекунед? мисол чи аз ҷиҳати сиёсию тиҷорату аз ҳама ҷиҳат. хуб, раҳмат. мо орзу дорем ки сари қудрат мисли шумо ё ин ки шумо ё мисли шумо дар ҷои Раҳмонов биёяд, то ки мардум як каму беш нафаси озод бигиранд. саломат бошед бародари азиз. ман аз ҳамин саволи охири шумо шурӯъ кунам бародари азиз. биёед дар бораи ҳамин саволи охири шумо як баромади алоҳида ман кунам, чун сиёсати хориҷии имрӯзаи ҳукумати Тоҷикистон ва ҳукумати ояндаро мо бояд як таҳлил кунем ва назарҳои худро мегӯям. иншоалло ман шуморо ваъда метиҳам ки ба ин саволи шумо ман ба таври муфассал дар яке аз суҳбатҳои ояндаи худам ҷавоб хоҳам гуфт. аммо дар масъалаи саволи аввалатон ман хеле шодам ки собиқ кормандони амният ва имрӯз кормандони имрӯзаи амният, полис, прокуратура оҳиста оҳиста дарк карда истоданд ва бояд боз такрор мекунам ки дар ҳамаи сохторҳои кишвари мо ҳастанд фарзандони бисёр ҳам баномӯз, фарзандоне ки воқеан миллатдӯстанд. вале як қисмати дигар ҳастанд ки воқеан онҳо фақат ба хотири ҷиноят кардану пул дуздидану ба хотири сӯистифода аз ин мансаб омаданд, мақомро гирифтанд ва аз Раҳмонов пуштибонӣ мекунанд. бисёре аз кормандони мақомоти амниятӣ, полис, прокуратура инҳо воқеан бовар доранд, фикр мекунанд ки доранд ба миллат хизмат карда истоданд. намегӯяд фарқ чи ман Раҳмонов бошад, ҳар касе бошад, ман ин масъулияти амниятии худро анҷом медиҳам ва дурустам мегӯяд. аммо онҳо бидонанд ки вақте ки ҳатто бо нияти нек ҳам бошад, вақте ки як супориши ҷинояткорона ва ғайриқонунии мақомоти болоии худро нисбати миллат анҷом медиҳанд, нисбати мардум, нисбати озодиҳо, масҷид, мадраса, нисбати хешу табори мо, ин дигар ҷиноят аст. шумо дигар ҳақ надоред бигӯед ки ман корманди амниятам ё прокуратура ё полисам супориш иҷро карда истодам. агар инро далел мебуд, баъд касоне ки дар хидмати Гитлер буданд, ҷиноят содир карданд, ҳукумати баъдии Олмон инҳоро ҳамаро бо як қонун аз мақому мансаб барои 10 сол 15 сол дур намекард. ҳатто Олмони шарқӣ ҳам, ГДР ҳам ҳамин корро кард. дар Литва ман дар музеи КГБ Литва будам, дар онҷо акси тамоми кормандони амниятро ки нисбати миллаташон ҷиноят карданд дар девори музеи амният ҳаст. ҳама тамошо мекунанд, фарзандои худашон мебинанд ки падарашон чӣ қадар ҷиноят карда будааст. ман умедворам ки дигар кормандони мақомоти қудратии Тоҷикистон инро дарк мекунанд, мисли ҳамин бародар як камтар огоҳона рафтор мекунанд. аммо саволи мустақими шумо ки чанд сол лозим аст, бародари азиз, барои он ки миллат дарк кунад ки мубориза шурӯъ шудааст ва ислоҳот оғоз шудааст, ман боз такрор мекунам, ҳамагӣ 100 рӯз кофӣ аст. аммо барое ки системаро иваз кунем ва натиҷаи дуруст бигирем, ман тақрибан байни 2 сол то 3 солро тахмин мекунам ки мешавад ҳам қонунҳоро иваз кард, ҳам референдум гузаронд. бисёре аз ин моддаҳое ки Раҳмонов барои худаш ворид кард барое ки қудратро дар дасташ бигираду худашро то абад монад, инҳоро бояд тағйир дод. инҳо вақт ниёз дорад. тамом ин мақомоти маҳаллиро ки воқеан Раҳмонов дар ин 30 сол тамоми баданаи ҳокимият ва миллатро олуда кард, заҳролуд кард. дар ҳама ҷо коррупсионеру мансабпарасту ҳоло хешу табори худро монд. инро намешавад ин системаро дар 100 рӯзу дар ҳатто 1 сол иваз кард. бинобар ҳамин оғози кор дар 100 рӯзи аввал бояд гузориш дода шавад, аммо дар як давраи гузариши 2 то 3 сол иншоалло ман мутмаинам ки мешавад ин давраи гузаришро
انجام داد و به یک مرحله تازه و جدی وارد شد. برادر احمد جان بفرما. احمد جان بفرما. سلام علیکم. باری دیگر در آمدم. یک دو سخن دیگر با استاد داشتم. عذر زیاد که مدیریتور ما را برآورد. استاد اولا که فراموش کردیم همدردی بیان کنیم. الله برادر ما را رحمت و مغفرت کنه، شایسته جنت کنه. آمین. سخن ما همین بود که رحمانوف در 300 سال یک چقری برای خود کن، خود در لب همون چقری مونده است که برای در درون همون چقری افتاد. چی باید کرد که همون را تیلا داد یا که یکون بانان در تای پاش پارتیم بغلطه؟ چی باید کرد همین را؟ ملت 60% بیدار شده است. ملت چی را انتظار است که یکون پیشترو یا که یکون گفت گپا و گپ زنی که در بر ملت باشد. بعد دوم این که همیشه کافیست. بعدا با صحبت میکنیم. سلامت باشید احمد جان. تشکر برای تسلیت و همدردی. برادر احمد جان، من از حالش که باور ندارم که 60% ملت بیدار شده باشد. خیلی آشکار و صمیمی باید صحبت کنیم. بله 60-70% مهاجرین بیدار شدن. اگر شما درباره مهاجرین گپ میزنید من با شما موافقم، اما درباره خود ملت در داخل من فکر میکنم که در مقایسه با یک سال پیش خیلی خیلی خوب بیدار شدن، پیشرفت دارن ملت. اما اینکه 60%ش بیدار شده باشد من هنوز باور ندارم. هنوز برای ما و شما کار خیلی زیاد در پیش است. باید زحمت بکشیم که حداقل 50% ملت بیدار شد. 50% ملت تاجیک اصلا باور ندارد که در دنیا کشور دیگری هست که از تاجیکستان بهتر در اونجا زندگی کرده می شود. این مردم وقتی که اینترنت ندارن، تلویزیون همه وقت یک کس رو یک چیز رو نشان میده، مردم از کجا مقایسه کرده میتونن؟ دانش، تجربه در نتیجه مقایسه به وجود میاد. وقتی که مردم بدونن که نه خود بود از در دیگر کشورها آزادی، امنیت، پیشرفت، ولی فقط در تاجیکستان همین مشکلی است. ما در زمان شورای وقتی زندگی میکردیم، من پسر بچه بودم، واقعا باور میکردیم که در شوروی از همه کشوری بهتر و آزادتر و در امریکا فکر میکردیم که هر روز مصیبت از جنگ است در اروپا و همین باور میکردیم. ولی 50% اهالی تاجیکستان ممکن به همین تبلیغات تلویزیون و به همین باور کنه. بنابر همین من به این چیز چندان باور ندارم. اما در مسئله اون صحبتی که شما کردید که رحمانوف در ورطه قرار دارد، ببینید دوستی عزیزم، یک نفر پیشتر هم گفت که من چی خصومت دارم با رحمانوف. من واقعا همچون انسان دلم با رحمانوف میسوزد. یعنی همچون انسان دلم با رحمانوف میسوزد که خداوند هیچ کس را این گونه تقدیر و این گونه مصیبت را نصیب نکند. من ببینید دوستی عزیز، من وطن را از دست دادم، مالکیت را از دست دادم، حزبم بسته شد، برادرانم زندانی، خانوادم اولادم پراکنده. اما من یک چیز رو دارم، یک خرسندم از یک چیز که فردا تاریخ میگه که کبیری همه چیز رو از دست داد، اما انسانیت و مبارزه و این جسارت و این راهش رو از دست نداد. نه پولی مردم را دزدید، نه حاکمیت را غصب کرد، نه یگان کاری بد کرد، نه انتخابات را تقلب کرد. اما رحمانوف چیه؟ رحمانوف ببینید قدرت دارد، نمیدونم میلیاردها پول دارد، در پشت شانه های تانک و توپ روسیه و خیتای اینها پنهان شده است، برای خودش قلعه ساخته است، هر روز مراسم و جشن و اینا برگزار میکند، گویا خرسند است و شادی میکند. اما مظلومتر و یعنی واقعا هم مصیبتناکتر از رحمان آدم شاید در کره زمین نباشد. برای چی؟ برای آنکه جسارت نمیکند با مردمش آنلاین یا اینکه حتی گفتگوی مستقیم برگزار کند. با روزنامه‌نگاران تاجیک میترسد اینترویو بتید و پرس کنفرانس تشکیل کند. در 30 سال حاکمیتش رحمانوف جسارتی با روزنامه‌نگاران تاجیک سوال و جواب کردن رو نکرده است. یگان پرزیدنت در دنیا این خیال نیست. رحمانوف نمیتواند به داخل تاجیکستان حتی آزادانه سفر کند و برود پیش مردمش. نوارها رو ببینید چگونه مصیبت دارد، چگونه همچون انسان بدبخت است. من واقعا دلم میسوزد. من نمیخوام که
من اگر پرزیدنت باشم یا در آینده هر کسی دیگر پرزیدنت باشد همین مصیبت رحمانوف را داشته باشد. این واقعا برای یک انسان مصیبت است که پرزیدنت باشی و در داخل وطن در یک قلعه زندگی کنی، در کریپوس در داخل زندان باشی. این واقعا من برعکس میگم دلم بر رحمان میسوزد. چندین بار همچون اپوزیسیا بودم ولی نصیحت کردیم که جناب رحمانوف این کارها رو نکن، این به ضرر خودت میشود، به ضرر فرزندات میشود، به ضرر اولاد و آینده و نامت میشود. بهتر این بود که خدا وقتی صلح کردی، قول دادی، وعده دادی که من تا همین موافق سازشنامه 7 سال در قدرت میمونم، همون رو اجرا میکردی. اما بعد از اون گیره کردی و خواهش کردی که 7 سال دیگر به من اجازت بدهید که من ازبکستان همه رو میگیرد و بعد میروم. خب اپوزیسیا هم سادگی کرد، ما هم اشتباه کردیم، گفتیم مایلش باشد به خاطر ملت. ولی میرفتی بعد 7 سال دیگر با آب رو با همون مردم میگفتن رحمانوف صلح کرد با همراهی استاد نوری خدا رحمتش کند، با مردم تنجی آورد، قدرت را داد، دیگر نچسبی در حاکمیت، رفت دیگر تا آخر حیات رحمانوف با آبرو محبوب مردم و در یک شرایط امن زندگی میکرد. امروز رحمانوف واقعا مظلومترین انسان است که همه چیز را دارد، قدرت دارد، پول دارد، ولی آرامش را ندارد. چرا؟ از مردمش میترسد. میترسد از اون که فردا کبیری میتینگ میکند یا یک کسی دیگر قدرت رو از من میگیرد، فردا یک گروه دیگر مردم شورش میکنن، پولهایم رو از دست میگیرد. من حالا هم فکر میکنم، حالا هم برادر عزیز عبدالله فکر میکنم، یا احمد جان بود نامد، معذرت برای اشتباهم، فکر میکنم که هنوز هم رحمانوف باید 1% شانس داشته باشد. ولی بدبختی رحمانوف، مصیبت رحمانوف در این است که شانسش رو استفاده نمیکند و اون میگه خب بعد از من خود پتاب گفتی روسا خود بگذار پجر باش. بنابر همین ما یگان رحمانوف رو واقعا مثل شما در ورطه میبینیم، اما دیگر از دستمون یگان کار نمیاد که کمکش کنیم. یگانه راهی که کمکش کرده میتونیم از این مصیبت خلاص شود، از این مظلومیت، از حاکمیت زودتر دورش کنیم که برود کمتر در یک جا دم بگیرد، آرام شود و واقعا حیات انسانی را درک کند که یک انسان به پرزیدنتی هم میتونست است زندگی کند. مثلا من به دپوتاتی هم و به رئیس حزب هم به میلیون ها هم الان زندگی کرده ایستادم و واقعا خیلی راحت و آرام زندگی کرده ایستادم. برای چی؟ برای که همون دانش و تجربه رو در یک جا درس میتیم، مینویسم، صحبت میکنم. اما رحمانوف هم بگذار یک بار به پرزیدنتی خودش رو انسان تصور کند، احساس کند که پدر است، بابا هست، همچنین یک انسان در کوچه ها بگردد، سیر و گشت کند. اما برای رحمانوف، برای لوکاشنکو حیات به پرزیدنتی وجود ندارد، یعنی انسانی عادی بودن وجود ندارد. من فکر میکنم که این سخت‌ترین مصیبت برای یک انسان هست که خود را در این حالت ببیند. سلامت باشید استاد. مسافر برادر مسافر بفرما، بعد اون برادر فرهاد جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد عزیز، اگر چی باشد بغیر از شما، مثلا شما الله نصیبتون گردنده است، خیلی لایق است برای شما مقصد پرزیدنتی، بغیر از شما کیها را شما پیشنهاد می‌کنید برای مردم مقصد انتخابات کنند، مقصد مردم نام‌هاشون رو میگرفتی به حد خوب میشد. من بسیار سوال خوب دادی برادر عزیز. من فکر میکنم که حداقل از برادران زندانی ما 4 یا 5 نفرش امروز میتواند و حق دارد، سزاوار است که پرزیدنت تاجیکستان باشد. این محمد علی حید، زید سیدوف، بزرگ میر، محمد روزی اسکندروف و چند نفران دیگر هستند، حالا نامشون نمیگیرم، از زندانی هامون که راحت و با تمام باوری میتوانم گفت که اینها کادرهای سزاوار ملت هستند. از داخل کشورم من چند نفر دیگر الان میتونم نام بگیرم. اگر در دست من باز امکانیت میبود و اپای آینی حال راضی میبود، من فردا باز اپای آینی حال را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد میکردن که بگذار اپای آینی حال یک بانوی تاجیک یک مدت پرزیدنت تاجیکستان باشد. ما مردم اونقدر رسوا کردیم. من این سخن را در داخل حزب وقتی که اپای آینی حال را پیشنهاد میکردیم گفته بودن که ما ملت را اونقدر رسوا کردیم، به این حال اینقدر افلاس کردیم کشور را که باید یک بانوی تاجیک بیاد و روبوچین کند. چرا که مردم در خانه همه جا رو به ترتیب میکنه، بعد بانوان بیچاره میان روبوچین میکنن و به ترتیب میذارن. باید
تاجیکستان رو هم باید اجازه بدیم که یک بانوی قوی، یک بانوی وطن دوست بیاید. اگر بخواهد یا اپایانی حال یا چند نفر دیگر، من اون خانومی که از ولایت سوخت است بسیار خانم فعال، حالا امیدوارم که این حرفای من ضررش نمیرساند، خانم محکم و گلبهار و اگر اشتباه نکنم بسیار یک خانم فعال هست و اثبات کرد که میتواند مدیر موفق هم باشد. چرا اون نفر نباشد پرزیدنت آینده تاجیکستان؟ از بین مهاجرین، از بین کسانی که در خارج هستند، باز چندین نفرانی هستند که من میتوانم نامبر کنم. بنابر همین حداقل 10 نفر رو میدونم که میتوانند پرزیدنت آینده کشور باشند اگر خودشان این خواهش رغبت رو داشته باشند. سلامت باشین برادر فراجان، بفرمایید. سلام و درود به تمام برادران و بینندگان. محمود جان استاد و شما سلام. سلامت باشید فرهاد. وقتی که شما صحبت میکردید در برای برادر که خدا رحمت کنه گذاشتن، من یادم اون شب و روزی رسید که خدا رحمت کنه پدرم از دنیا گذشت و اون وقت من حالا در اروپا نبودم، در مسکو زندگی میکردم، به قول حکومتی ولی تروریست نبودم، ولی خیلی که میدونستم من مرده پدر من نبردم تاجیکستان و اون رو دادرم بود دور شد کردم. همون چطوری که شما نقل کرده خوشبختانه تابوت پدر من سحر رسید تاجیکستان، یعنی وقتی بومدو رئیس شنین بود که سحر رسید و اونو هم پدر ما رو، یعنی تابوت پدر ما رو که هزارها شاگرد دارد، خب 43 سال معلم کار کرده است و وقت ما خیش تبار رو یک طرف گذاریم، نتوانستن همه شاگرداش و دوستاش و رفیقاش با عیادتش برسن، یعنی که خیر خوش کنن. همگی 40 دقیقه اجازه دادن که تابوت باید خانه بودن. این یک معمولی است. دیگر مردمی که سالها در هجرت بودن اینو خوب میدونن، درک کردن. این نه فقط با مخالفین و نه فقط با اویله شما رفت دارد استاد. من اینو برای تذکر شما میگم که شما هم سخت رو افتاده نباشید و انشالله که رو افتاده میستین. برای هر مسلمان برای یک رهبری حزب اسلامی، یعنی که این باید افتخار باشد که با چنین خداوند با این همه ما رو میسنجد، با این همه مشکلی ها. امیدوارم که این مشکلی ها همه برای ریختن گناه ما شاید فرد روز قیامت. من راستی نمیخواستم اینجا وارد شم وقتی شما رو و وقتی برادر که میخوام با شما سوال کنم سوال داشته باشم بگیرم، ولی یک چیز وقتی شما در مورد سعودیه و تقرارها صحبت کردیم من رو خیلی باور آورد و من وارد شدم با برنامه. ببینید من یک خواهر دارم، اون خواهر من اصلا به یکم هیچ گروه علاقمندی ندارد و اعضای یکم حزب گروه هم اصلا آدم سیاسی هم نیست، بازارنشین است. خب دیگر در تاجیکستان برای زنها یا خانه نشینن یا دوزندن یا که در کدوم بازار سوداگرن، اون هم خیلی اکثری زنها در بازار کار میکنند، سوداگر است. شوهرش مهاجر است، زیاده از 20 سال زیاد در هجرت است. اونی که من دارم 20 سال است که حداقل در مسکو راننده است، در حال عادی تاکسی میروند. باید عذاب‌ها اونا پول جمع میکنن، مهنت میکنن، خب صاحب یک خانه شونده. اونا یک خانه داشتن، خب چون اویلهشون کلانتر شد، خانه دو حجرگه بود، اون رو فروختن، زمین خریدن، خب خانه ساختن، حولی ساختن. سال 2016 این حولیشون رو باید مصرف زیادتی و باید که عذاب‌ها با قید گرفتن و زندگیشان هم بد نبود تا اون وقتی که مشکلی بالای ما وارد نشد. همون مجبور شدیم که خواهرمون رو بریم خانه خودمون، تا مادرمون تنها مونده است، تا به خاطری که نگهبانی مادرمون باشد. خانه خودش مون خالی، خانه خودش خون مالی خالی
برد یک جمع اونجا شنوند که اون نگهبانی خونه بود. امروز مقامات قدرتی کشور امنیت اومده است اون جنم رو از خونه پیش کرده است و اون 2 روز وقت دادن کوچوبند شگریف برد. امروز آوردن یک نفر دیگر رو، یک همشهری دیگرمون رو از کلوب با گفتی با قول مردم و یک گشنه دیگر رو آوردن اونجا شنوندن. من نمیخوام نفسی که و عزت نفسی کسی برسم، ولی تو این درجه مردم ما در همه برادرها زنگ میزنن و فکر میکنن که در همه فقط رحمان و گناهگار است. من فکر میکنم خیلی نیست، مردم ما هم گناهگار است. اون نفر که امروز در خانه پارچه ما اومده شده اون میداند که این خانه یک مظلوم است که نیست که اون نداند. با اون گفتم با امروز خلام رفته با اون صحبت کرده و این خانه حلال یک آدم است. چه شما با کدام رو میره در خانه او زندگی میکنه؟ میگویم که اگر ما نمیشتیم یک نفر دیگه میومد میشید. ببینید یک نفر میان، یک نفری که اونم به خونه است اون را سر میکنه، چون زنی اون مرد خودش شاهد است که در اون خانه زندگی میکرد. 2 روز پیش آدم و خودشون این خانه رو انتخاب کردن و اون جنم رو پیش کردن. و هر خودمون مظلوم نشون میدیم. من میدونم که روزش میرسه هر کدوم اینها جواب میگوین. من حیران اون سودی اون پروکورورای هستم که قرار سود رو میبرن تا این درجه اصول بسودن که حتی نام و فامیلی و همون چیز رو درست نوشته نمیتونن. اونا در قرار سودشون اومده است که من اول نام سودی ها رو بگم. سودجرای ناحیه رودکی مومینزاده قیقی یا قیقی، کاتبش رشیدزاده ایر و پروکورور رجبزاده شی. تا اون درجه ما سودی و پروکورورمون بسواد شده هستن که فامیلی خب کدام وقت زمین گویا که در نام شمس‌الدین سید شمس‌الدین بود و اودینه و مهیا. اصلا اودینه و مهیا با شمس‌الدین یکم ربطی نداره، مشاور از جدا است. این یک غلط بسیار کلان است. گویا که چون از من اودینه و مقدس نام دارد و اون زوجه شمس‌الدین است، این درست است. اونو در آلمان زندگی میکنن و اونو در جای دیگر در پایانترش همینه باید اودینه و مقدس مینویسن. در جای سیمش میبینم اودینه و ام اس مینویسن. اصلا این چی؟ ام اس کی است؟ ام کی است؟ آخه شما چی گونه این دیگه اگر شما باور کنید والله استاد من همین قرار سودا با شما میپرسم بخونه، هر کسی این قرار سودا میخونه همین شرمندگی می حکومت ما رو همین در همین یک قرار سودا ماش معلومه کلا خطا است، سر تو پا هم خطا است. هر چیزی میخوام در روی ورق مینویسم، هر چیز میخوام میکنن و اونا پیاده میکنن هر چیزی که دلشون بخواد. امروز خیش و تباری کدام کارمند امنیت گویا که از الفا دست با تهدید هم کرده است که اگر شما بیایید اون الفا دمو زنگ میزنه میام به سرتون. اونا امروز خیال میکنن که خب این از قدرت، این است یعنی حکومت داری. من بخشش میپسند، من موضوع رو کمی به دیگر طرف کشیدم، از شما بخشش میپسند. من میخوام از شما سوال کنید که آیا این پروکورور، آیا این سودیه ها و این شخصیت هایی که میآیند مال ملک مردم غصب میکنن آیا در آینده به جوابداری کشیده میشه یا نه؟ استاد همین سوال یک نفر دیگه به همین شکل داده است، همون هم یک بار 2 سوال یکجا می شود. میگه بعدی کمیل رخیموف میگه که برادر کبیری بعدی به قدرت رسیدن شخصانی که این رژیم ضررهای مالی یا ضررهای جسمانی و روحی معنوی داده است، حکومت آینده جبران پولی میپردازد. یک بار 2 تا چی شود بهتر. اگر محمود جان مبادا فراموش کردم سوال یا به سمت دیگر رفت مرا برگردان، چون سوال خیلی مهم است. فراد جان واقعا یک مصیبت است اون چیزی که خودت گفتی. پیش از همه من یادم هست، خداوند رحمت کند قبلگاتونا، خیلی انسانی شریف بودن، خیلی من از نزدیک میشناختم و محبت اخلاص هم داشتن.
و خبرم دارم از اون وضعیتی که بالای خانواده شما آوردن. این مصیبت ملت است، با خصوص کسانی که به یک شکل با مبارزین ربط دارن، اپوزیسیون و اینا، باز مصیبتشون ده چند میشود. من این رو به خاطر قضیه ابراهیم جان رو به خاطر آن ناوردم که از درد و علم خودمون گپ زنم. من برعکس گفتم که دیگر مردم شکایت نکنید، نالش نکنید، بلکه مبارزه برید و از حق خودتون طلب کنید. با سری بلند بیاد بگید با فخر بگید تو خیش تبار خودت که من خیش فرهاد هستم، خیش تباری من بگم که من خیش تبار کبیری هستم، از محمود جان، از همه مبارزین. از چی میترسه دیگر عصر میانه نیست که اولادی و قبیله‌ای جزا بدیم. خب بالاخره عصر 21 است، جهان صاحب دارد، سازمان‌های بین‌المللی هست، رسانه‌ها هست و اون کارمندان مقامات هم سودم پرکام، اونا هم انسانن، بالاخره اونا هم میترسن. چرا باید فقط ملت بترسد از اونها؟ باید کار کرد که اونا دیگر بترسن و الکی مرحله ترسیدن اونا شروع شده است. من به شما اینا کفالت میتیم، الکی مرحله ترسیدن اونها آغاز شد. اونا ببینید از سلاح، ما سلاح نداریم که از سلاح ما بترسن. اصلا اونا اگر ما بیایم سلاح بگیریم و سنایپر بگیریم اونا خرسند میشن. حالا من برم یک کوه ریش مانم و جامه بپوشم و سلاح بگیرم، اونها دیگر طبل شادی میزنن، دیگر تمام روسیه کمک کن، چین کمک کن، جهان با ما کمک کنید که کبیری سلاح گرفته است و مجاهد شده است و مبارزه میبرد. اما وقتی که ما و شما با این از سلاح ما تلفن، انا این میکروفونه که همگی 20 گرم است، از پاترونم وزنش کمتر است، دیگر اینا از این بیشتر میترسن. مردم باید این را بدانند، دعوا کنند، صدا بلند کنند، گپ زنند. شما میدونید که همین جنگی که بین اسرائیل و فلسطین شد، فراد جان، برای چی شد؟ سود اسرائیل برای از منزل بیرون کردن 2 خانواده فلسطینی در کناره غربی حکم صادر کرد. تمام مردم فلسطین، همسایه‌هاش، ملت به پا خست، 11 روز جنگ کردند، 4000 راکت به اسرائیل رفت، صدها هزار بمب و راکت به فلسطین رفت، ولی ملت اجازت نداد که 2 نفر فلسطینی را با قرار سود از منزلش بیرون کنند. با قرار سود و پروکورورهای ظالمانه تاجیکستان صدها هزارها خانه چپه می شود، از مردم گرفته می شوند، زمین ها را می گیرند، مردم بیچاره در کوچه می ماند. یگان همسایه، یگان حزب، یگان سازمان صدا بلند نمی کند. این ملت مگر مرد است؟ ملت فلسطین 70 سال شد جنگ میکند، همین قدر میکشند، باز اجازت نمیدهد که 2 نفر را با قرار سود از منزل بیرون کنند. ملت تاجیک هر روز خبر میرسد که خانه فلانی را چپه کردند، منزل فلان زن و بیوه را از دستش گرفتند، بازار فلانی را گرفتند، خیش و تبار ما و شما را بیرون میکنند. نه تنها ملت خاموش است، حتی خودی همون صاحب منزل هم میترسد که صدایش رو بلند کند. چرا همون جیان خودت نوار نمیگیرد؟ همون پروکورور و همون الفا و همون امنیت رو رسانه‌ای نمیکند؟ چرا همون کسی که آمده است در یک منزل بیگانه، صاحب نوگی و آمده است میشیند، اون مگر انصاف ندارد؟ اون وجدان ندارد؟ ایمان ندارد که میاد در خانه یک کسی دیگر میشیند؟ من هم شنیدم که در منزل‌هایی که از ما مصادره کردن، همون آوردن با خش تبار خود را شیناندن. خب بگذار موقت چند مدت بشینند، ولی اینا صاحب دارن، حتما یک روز نه یک روز ما و شما برمیگردیم، فرزندان ما و شما برمیگردن و نه تنها این را از اونها مال خود را میگیرند، بعد اون کسانی که ظلم کردن و مالکیت بیگانه را صاحبی کردن چی جواب میگن اونها؟ حالا انشالله که مطمئنم که این پیام ما و شما رسید به اون کارمندان سود و پروکورور. اصلا به من روان نکن فرهاد که چرا اون قرار سود را میخوای بدونی، من بدونم که چقدر خطا دارم. قرار سودی خودم در دست من هست، قریب 100 صفحه. حالا نمیگم چقدر به دست من رفته، چون اونها پنهانی کردن، هم به زبان آلمانی و هم به زبان تاجیکیش. حالا من که در اونجا اصلا خندم اومد، تاجیکیش را خواندم. آلمانی ها وقتی که این مقامات اینجا میخوانن ترجمه را به زبان آلمانی، میگن که ما 7 ماه طول کشید که باز یک بار دیگر اینا ترجمه کنیم. شما در تاجیکستان اگه ترجمانی درست ندارید که همون پرونده رو به ما روان کرده است حکومتتون، یک ترجمه درست کند که اصلا ما بفهمیم که خودت کی هستی. اصلا از اون برداشتی که ما کردیم، خودت یک آدم بسیار درست تو رو ترجمه کردن، نشان دادن. در یک جا تروریست، در یک جا دیگر خودت یک آدمی تاجر، یک آدمی سرمایه‌دار، یک کسی که به دیگران کمک کردی. و این مصیبت است، این واقعا است. من دیگر میدونم که اون
قرارهای سودی ما چگونه است. من سودی ها رو که خودم خیلی اش رو میشناسم. اما یک برادر دیگر سوال داده است که آیا این همه جبران میشه؟ 100% برادر عزیز، تمام ملت، کسانی که در دوران حکومت رحمانوف زمین خود را از دست دادن، خانه را از دست دادن یا یگان فرزندانشان غیر قانونی زندانی شد، اینا باید جبران معنوی و مادی برای اینا حکومت آینده پرداخت کنند. شاید سوال با وجود بیاد که از کدام حساب پرداخت میکنند. مطمئن باشید این جبران های مادی از حساب همون پول هایی که رحمانوف با فرزندان و با این کماندش دزدیده است. در صورت حساب خارجی میلیاردها پول جمع شده است، چند مراتب بیشتر از بودجه تاجیکستان. شاید کسی سوال کند که چگونه شما اینها را برمیگردانید؟ آیا امکان دارد؟ بله امکان دارد، چون چندین کشورها برگرداندن. پولهای دزدیده دختر اسلام کریموف را ازبکستان برگرداند، پولهای بن علی را در تونس، معمر قذافی را، حسنی مبارک را ملت ها برگردانده ایستادن. و این میلیاردها که برگشت، هم ملت، اون مردمی که فرزنداش زندانی شد، اونایی که پاره دادن، اونایی که زمین را خریدند غیر قانونی، اونایی که خانه و درشون را حاکمیت گرفت، البته وقتی که اثبات شد خودی همین جنایتکاران پرداخت خواهند کرد از حساب اونها. باقی مانده را از حساب اون مبلغایی که برگردانده می شود در فوند مخصوص، اینا حتما جبران خواهند شد برای همه ضرر دیدگان. اما از ملت هم خواهش می شود برای آنکه این کار در آینده درست انجام شود، از حالا شما نام‌نویس کنید، جای ترس نیست. شما از به هر کسی پول داده زمینی نزد حولگی خریدید، به هر کسی پول داده زمینی پرزیدنتی گرفتید، به هر کسی پول داده برای زمین خواجگی دهقانی زمین گرفتید، این را ثبت کنید چند پول دادید شما، به کی دادید و این پول را کی گرفت. یک جا مانید به ما بفرستید دیگه، علاقه ادرس ها را میدونید، یا در نزد خودتون این چیز باشد. بهترش که به ما بفرستید، از حالا ما پرونده کرده ایستادیم. و این نه تنها زمین، کی خانه شما را کدام پروکورور، کدام کارمند امنیت، کدام میلیسیونر گرفت، کدام رئیس جماعت چیکار کرد، اینا را همه را پرونده کنید، به ما بفرستید، ما در اینجا پرونده شد. الکی برای سازمان های بین المللی پرونده جنایی ما آماده کرده ایستادیم و این پرونده انشاءالله در داخل کشور هم بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در اینجا ملت باید خودش حداقل برای صاحبی کردن مالکیت خودشون باید تلاش کنن، به ما کمک کنن، چون مبارزه بردن برای مال حدیث شریف است. هموطنان گرامی، در راه حمایت و دفاع از مالکیت اگر انسان کشته شود شهید است. این بزرگترین جهاد هم برای دفاع از ننگ و ناموس، دین، وطن و از مالکیت است. اگر شما در این راه ضرر دیدید، باز شما را اذیت کردن، انشاءالله اجر و ثوابش رو خواهید گرفت. تشکر. سلامت باشید استاد. اسیر، برادر اسیر و بعد اهل دین، فرمایید. صدای من هست؟ بله. السلام علیکم استاد محیدین کبیری. از برای الله من شما رو دوست می‌دارم و باری اول است که با شما هم صحبت هستم، ممکن است کمتر هیجان شوم. خب چند سوال دارم. شما را هم دوست بدارید، هر کسی را از برای خدا دوست داشتید، مطمئن باشید که خداوند شما را هم دوست می‌دارد. سلامت باشید. خب سوال یکم، در همین خود روسیه یک بگیم یک گروه، یک کاتگوری انسان‌های هستن، آدمایی هستن که خصوصا مهاجران، شاید از شما هم زیادتر حکومت امروزه رو بد بینن یا به قول دیگر مخالف باشن، ولی در برابر مخالف بودن حکومت شما رو هم بد میبینن. فقط فکر اونها این است که تو از همین مبارزه شما، یعنی صحبت با ملت یا فهماندن با ملت، با اونها معقول نیست. با اونها دیگر نمود مبارزه معقول است که مثل مجاهدین بگیم ده به قوله. بعد شما با گفت اونها مبارزه باید افسیلا به دست گیرید و یک تا به یک تا مقصد از همون یعنی وظیفه‌داران کلان، یعنی نیست کردن گیرید. این فکری اونها است و میخواستم فکر شما رو در این باره کمتر بفهمم. و سوال دوم، خب شما مبارزه اساسی، یعنی مبارزه اساسی رو فقط در مبارزه اینترنتی میبینید؟ یگان مبارزه دیگه هست و شاید این مخفی باشد، گفتن شما شرط هم نیست، فقط همین رو گوید که هست شما یگان مبارزه میبرید بغیر از صحبت با ملت یا بخالی در اینترنت؟
این سوال دیگه. تشکر زیاد برادر عزیز. بله دوستان، من خوب میدانم که بسیاری هستن که هم رحمان را حکومت را قبول ندارند و باز شاید بیشتر ما را قبول ندارند یا پیمان و در مجموع نهضت را قبول ندارند و این طبیعی هم هست. شرط نیست که همه کسانی که رحمان را قبول ندارند ما را قبول داشته باشند و نه تنها کسانی هستند، گفت شما این کاتگوری هست که روش مبارزه ما را، ایده ها یا فکرهای ما را قبول ندارند. حتی بعضی کسانی هم هستند که در همین اروپا از دست رحمان فرار کردند، نه از دست کبیری، نه از دست نهضت، از دست حکومت فرار کردند، آمدن پناهنده شدند. در پرونده مهاجرتشون نوشتن که اینها مبارز بودن، روشنفکر بودن، نمیدونم این آن میکردن. حکومت اینها را فشار آورد و آمدن مهاجر شدن. در اینجا حکومت را رها کردن، زیر من کار کرده ایستادن. حالا دلیلشون چی هست خودشون میدونن، شاید دلیل هم دارن برای این کار، ولی منظور من این است که باید این کاتگوری آدم ها را در جامعه باید حداقل بدانیم که هستن و حق بدیم که اونا هم حق دارن که وجود داشته باشن و یعنی بالاخره دموکراسی و یک جامعه آزاد همین است که در اون همه هست. اما من یک چیز نگرانم که اونهایی که ما رو حالا یا بد میبینن یا قبول ندارن، متاسفانه هیچ وقت خواهش یا جسارت یا اراده نکردن که بیان با ما یک بار اول بشینن صحبت کنن، مثلا یک بار، دو بار، 10 بار یک بحث‌های داخلی کنیم که اگر رحمانوف رو قبول نداره هممون، یکمش برای چگونه او رو باید از قدرت دور کرد و راه حل چی هست، کدام وسیله یا راه مبارزه مناسب تر است، آینده کشور چگونه باید باشد. شاید یک کس میگه که آینده کشور باید کمونیستی باشد، یک کس میگه اسلامی باشد، یک کس میگه دموکراتی باشد، یک کس یگون شکل دیگر. ما این رو باید با هم بشینیم اول مشورت کنیم، اگر که به یک خلاصه نرسیدیم بعد بگیم که خب من فلانی را قبول ندارم و فلانی عقیدش باطل است و فلانی مرتد است و اینا. ولی متاسفانه در ما یک عادت شده است که اول چند مقاله را میخواند و چند چیز را، بعد حکمش را صادر میکند، در نزد خودش یک نفر یا مرتد یا کافر یا شیعه یا بدعتکار اعلان میکند یا اینکه تروریست اکستریمیست، بعد دیگر تمام با او در گفتگو رو میبندد، میگه من با این دیگر همکاری نمیکنم. ما طبیعتا این خیلی نیستیم. ما نظرم اون است که با همه میشود گفتگو کرد، حتی با دشمنت هم. مثلا من اگر رحمانوف شرطای ما را قبول کند، با رحمانوف هم میشینم گفتگو میکنم و علاقه این شرطای هم را گفتم که با رحمانوف در اساس کدام شرطا گفت و شنید میکنم و با همه گروه های دیگر هم همین است. اما اونایی که دیگر ما را قبول ندارن و من دعا میکنم در حقشون که خداوند اونها را ببخشد، ما را هم ببخشد اگر کمبودی داریم و هدایت هم کند که دیگر با هم باشیم. اما شما در مسئله آن که گفتید فقط مبارزه همین اینترنتی است، نه، مبارزه اینترنتی رسانه‌ای یک جزئی از مبارزه است. ما همزمان با مبارزه اینترنتی مبارزه دیپلماتی و حقوق بشری داریم. اصلا این کاری اعلان نیست، پنهان هم نیست، کاری مخفی نیست، اما برای رسانه نیست که ما مثلا وقتی که پرونده 15 نفر از زندانیای سیاسی تاجیکستان، نه تنها نهضتی‌ها، بلکه ما موفق شدیم که پرونده دیگر برادران اعضای گروه 24 دیگر بزرگمهر نام به سازمان ملل برود و قرار سازمان ملل درباره بیگناهی اینها صادر شود. این حداقل 1 سال کاری آرامی پس پردگی را نیاز داشت که خیلی برادران و خواهران زحمت کشیدن تا به این موفق شدیم. ولی این از چشم مردم پنهان است و مردم فکر میکنن که مبارزه فقط همون بلاگر هست و 4 بلاگر و همونایی که در اینترنت فعال هستن. نه، اتفاقا کار اساسی و مهمتر را ما کسانی رسانه‌ای نمیکنیم، کسانی که با مردم در شبکه‌ها صحبت میکنیم. بله مردم ما رو بیشتر میشناسد، ما در بین مردم بیشتر معروفه، مردم ما رو شاید بیشتر قبول کند و مبارزی بیشتر حساب کند، اما مبارزان اصیل، مبارزان اساسی همونایی هستند که پس پرده کاری سیاه رو انجام داده ایستادن و هیچ کس اونها رو هم تعریف نمیکند، هیچ کس حضرت هم نمیگه، هیچ کس استاد هم نمیگه، هیچ کس ماشاءالله و بارکالله هم نمیگه، اما اونا برای خدا میکنن، برای برادران و دوستان زندانی میکنن و انشالله این نمود مبارزه هم ادامه خواهد داشت. اما یک نمود مبارزه دیگر است که ما ببینید سازمان ملل یک آیین‌نامه دارد
مرامنامه دارد و یک آیین‌نامه سازمان ملت است. حالا ماده 51 است یا کدام ماده است در یادم دیگر نموده است. در آنجا سازمان ملل به هر ملت حق می‌دهد که وقتی که به امنیت و به آزادی و کرامت او تجاوز می‌شود، هجوم می‌شود، از خودش با همه راه و وسیله دفاع کند. با همه راه و وسیله. ملت تاجیک امروز من فکر میکنم که حق دارد الکی که با همه راه و وسیله از خودش حمایت کند. وقتی که مالش دزدیده میشود، در ناموسش تجاوز میشود، مردهش رو نمیمونند که با شرافت و کرامت گور کنند که در کنستیتوسیا و در تمام دکلراسیون بین المللی اعلان شده است. حکومت تاجیکستان هم قبول کرده است که هدف عالیش حفظ کرامت و شرافت انسان هست. نگفت از حفظ کرامت شرافت فقط طرفداران رحمانوف. انسان، اپوزیسیا، حتی زندانی هم اینا انسان هستند. اما وقتی که این تجاوز می شود دیگر ملت حق دارد به خودش که حق می‌دهد که از تمام وسیله های مبارزه استفاده کند به شرطی که در آن تجاوز نباشد، خشونت نباشد، جنایت نباشد. و انشالله که وقت و روز ساعت رسید و ضرورت پیدا شد، مطمئن باش برادر عزیز که این ملت جسور و ملتی که بیدار شده ایستاده است از تمام وسیله ها و راههایی که قانون بین المللی اجازه میدهد استفاده خواهد کرد. امروز در همین شب و روز ما راهی از همه مناسب را، راه دیپلماتی، حقوق بشری و رسانه‌ای میبینیم که از آن استفاده کرده ایستاده. سلامت باشین استاد. برادر اهل‌دین بفرمایید. بعد اون مهدی جان. بعد اهل‌دین مهدی جان. سلام علیکم استاد و سلام علیکم به همه آن نفرانی که دارن این لحظه ما را تماشا دارن. تشکر زیاد که به ما فرصت دادین با شما صحبت میکنیم. خدا خواهد امیدواریم که یک روز همچون یک شهروند تاجیکستان سر یک میز نشسته صحبت میکنیم. انشالله. دیر نیست برادر، اون روز ساعت انشالله دیر نیست، حتما فرا میرسه. همین را میخواستم فهمم و خواستم یک سوال با شما پیشنهاد نمایم اگر امکانیت میشه جواب میدین میشد. یکم سوالی من همین که آیا امکان دارد که شکل حکمرانی تاجیکستان حاضر همچون پرزیدنتی است همین را تغییر دهیم، چون در آینده دویم باره ملت تاجیک همچون دیگر به همین خیلی دیکتاتورها راه ندهد. چون مثلا اگر گیریم خطا نکنیم شکل حکمرانی شویتزاریا یا آلمان مثال همچون صدر اعظم نمیتواند که خودش همچون یک دیکتاتور رفتار کند، انتخاب نماید خواب یک وزیر یا تندرستی یک وزیر اقتصاد. این چون همش میدونیم که در یک شکل پارلمانتی پیشنهاد کرده می شود. خب سوال دیگه همین همچون یک و خواستم فهمم که شما قوه سخن خود را چقدر بها میدهید، یعنی که رزونانس سخن خود را وقتی شما سخن میکنید عین حال مثال اگر فرض کنیم همین رو جامعه شهروند تاجیکستان چقدر قبول میکند، اگر فرض کنیم که از شکل 1 تا 10 اگر بهاتیم شما سخن خود را چقدر قبول میکنید؟ خب من بعد که شما صحبت میکنین وارد سامانه‌های اجتماعی میشم، بعد از اون سر میشه دیگه. خب کبیرین خیل در صحبت خیلی گفت با سر کرده کم خیل من اینجا فکر میکنم یک ضعیفی حکومت تاجیکستان نشون میده که شما صحبت تمام نکردین سر میشه. خب و سوالم ستاره کمتر شکل شکست زنجیری که مثال در تاجیکستان حوزه پیوست است مثال. خب میدونیم که اگر یک اویله را گیریم چقدر زنجیر داره مثال خودش حکومت. خب اگر سیستم وزارت کارهای داخلی را بگیریم دامادش مثال بچه خالش دیگرش شما مثال یک زنجیر مستحکم پیوست کرده گیان، یک زنجیری که مثال شکستنش مثال کاری آسان هم نیسته. خب سوال دیگر همین که اگر همه مخالفان برادر آخرین سوالت باشه برادر اهل‌دین. پنج سوال دارم. اگر همه مخالفان برگردن از جمله شما مثال معلوم است که پشت پنجره می روید، آیا در همین حالت جامعه جهانی
چی کار کرده میتواند. مثال شما در یک برنامه‌تون قید کردید که شما الکی برای دادگاه عالی جنایت‌های رحمانوف رو پیشنهاد تیار کرده ایستاده و من هم دیروز خواندم که الکی از حساب تاجیکستان شکایت از بالای چیزها 2 شکایت از بالای تاجیکستان کردند. این یک ضربه به آبروی تاجیکستان است. و سوال آخرین همین که شما نقطه ضعیفی همین حکومت رو در کجا می‌بینید؟ تشکر زیاد برای جواب. سلامت باشید برادر اردین. ولی از استاد خواهش میکنم که برای اینجا سوالا هم زیاد هستن، برادرها و خواهرها اینجا منتظر هستن، کمتر زودتر جواب بتین. باز چند سوالی هستن که خوشم از نگاه استاد کدامشان مهم باشد همونش جواب داد. تشکر زیاد. پیروزی از ماست. سلامت باشید برادر عزیز. سوالای مهم بودن و آدم دلش میسوزد کدام از این سوالها را جواب ندهد چون حیف میشن. سوالای خیلی مهمه. چقدر وقت داره محمود جان؟ چون ما و شما مشورت بود که از 1.5 ساعت زیاد نشود. این مردم 2 ساعت و 20 دقیقه شد. 2 ساعت و 20 دقیقه شد استاد. همین در حدود 1.5 ساعت دیگه دوام بدیم بس است. من میترسم که مردم خسته نشن چون عربا میگن که سخن خوب کدام است؟ دل و قل، یعنی دلیل داشته باشد و کوتاه باشد. من که خیلی طولانی صحبت میکنم. خب اگر نیم ساعت دیگر باشد ولی تلاش میکنیم کوتاه‌تر جواب بگیم. من درباره شکل سیستم حاکمیت پرزیدنتی گفتم، البته تکرار نمیکنم برادر که این باید محدود کرده شود صلاحیت‌های پرزیدنت و نباید ما از نو یک ولسپد رو اختراع کنیم. ولسپد اختراع شده است در دنیا. تجربه‌های گوناگونی پیشرفته و موفق شکل پرزیدنتی هست، پارلمانی هست یا آمیخته هست. یکی از اونها مناسب به تاجیکستان رو، مناسب به فرهنگ، با تاریخ سیاسی، مناسب به توازن نیروها انتخاب کنیم و دیگر همون عملی می شود. ولی نکته مهم این است که باید صلاحیت‌های پرزیدنت کمتر باشد و صلاحیت‌های دیگر شاخه‌های حاکمیت بالاتر برده شود که یک توازن به وجود بیاید. و حتی در همین کدام کشور اروپایی به فکرم شویتزاری هست، در اونجا هر سال پرزیدنت عوض می شود. یک شورای پرزیدنتی انتخاب می شود 7 ساله. هر سال به نوبت یک نفرش پرزیدنت می شود و یک از کشورهای پیشرفته است. نه آسمان با زمین چسبیده است، نه یگان کشور از بین رفته است. این در ما هست در کشورهای دیکتاتوری که شرایط رو طرز می سازند که اگر یک نفر از قدرت رفت یا که ملت از بین می رود و کشور به هم می خورد. من دوست عزیزم درباره آن که تأثیر سخن من چقدر است از روی شکل از 1 تا 10 بها دیم واقعا دشوار است، نمیتونم چیزی گفته. خودم پیشتر فکر میکردم که زیاد تأثیر ندارد و نباید داشته باشد چون خدا را شکر در صحنه دیگر برادران قویتر و حالا واریتر از من زیاد شدند، سخن آنها تأثیر بیشتر دارد. اما یک چیز رو من مشاهده میکنم که وقتی که من وارد صحبت شدم یا برآمد کردم، همون نیروهای حکومت که خوابن آرامن تا صحبت من یک بار همش فعال میشوند، نه تنها در شبکه‌های اجتماعی، در امام خطیب‌ها، در جماعت‌ها، در دانشگاه. حتی یک روز کدامی از دوستان به من سایت دانشگاه خوجند رو به فکرم فرستاد. یعنی تصور کنید سایت دانشگاه خوجند در دوام همین یک روز یا 2 روزی، همون روزی که فرستاد در سایت 7 یا 8 مقاله موندن. از همون 5 تاش زیدی من است. 5 مقاله در یک روز از 7 مقاله زیدی من در سایت دانشگاه خوجند. اگر سایت های دیگر دانشگاه همین باشد پس معنی را دارد که من نمیدونم به مردم چقدر تاثیر دارد، ولی معلوم میشود که به خود حکومت خیلی تاثیر داشته است که تمام بدنه حاکمیت را سفربر میکنن برای جواب دادن و تحقیر کردن و کمین نوشتن و خب دیگر. پس من نمیدونم آیا یگان معیار دیگر برای بها دادن باشد. اگر خب دیگر مردم خودش میدونند. خب سوال دیگر درباره شکل شکست زنجیره و اون طرزی که مثلا پرزیدنت تمام خانواده خودش آمده است با وزیرها همین شکل، رئیسان ولایت ها، اینا یعنی تقریبا 10,000 آدم از همین سیستم کروپسیونی دیکتاتوری خورده ایستادن و تجارت کرده ایستادن، زندگی خوب دارن. حالا برای اونها مهم نیست که دیگر این 9 میلیون دیگر مثلا تصور کنید که اگر
از همین 10 میلیون 1 میلیون یا در سری منصبن یا راضی هستن. 9 میلیون دیگر مهاجر است، پراکنده هست، پاره میدهد، اون دیگر برایشون چندان مهم نیست. شاید که اگر شما فقط ساختار حاکمیت رو به نظر بگیرید و حساب و کتاب کنید، بله در نظرتون دشوار می نماید که دیگر این زنجیره رو شکستن امکان ندارد. اما اگر شما همچون ملت فکر کنید، همچون اکثریت فکر کنید، اون 9 میلیونی که منصب ندارن، خش و تبار این منصبداران نیستن، بلکه اینها بیچاره مجبورن پاره بدهن یا مهاجر شوند یا به یک شکل دیگر عذاب میکشن. در این صورت ما اکثریت هستیم و شکستن این زنجیر کار دشوار هم نیست. بعد یادم نرود که اون همون یک اقلیتی که حالا منصب دار هستن، اینا هم انسان هستن، اینا هم میترسن، اینا هم از زندان میترسن، اینا هم الکی در فکر آن افتادن که چیکار کنیم با این نیروهای جدید و با این قواهایی که در آینده میآیند زبان پیدا کنیم و خودمان رو از این مصیبت ها، چون میدونن که جنایت کرده ایستادن، میدونن که فردا اینها رو همچون خش و تبار همین منصبدار مردم ممکن دیگر احترام نکند، منصبداران دزد البته. بنابراین من فکر میکنم چندان کار دشوار نیست و از این نباید ناامید شد که دیگر اونها همون افسانه‌ای که دارن که ما این چرخ فلک رو سوارکه کرده ایم دیگر این نمیشکند. نه، این چرخ فلک همه وقت شکسته است و میشکند و الکی ترشی نداده است، جغیده است و حالا دیگر خدا میداند که کی پاره میشود. ولی من 100% باوری دارم که میشناسم دوستی عزیز، اونها رو من اکثرش با اونها کار کردم، اونها هم انسان هستند، قوی نیستند و بعد یادم نرود در همون داخل سیستمی که شما میگه زنجیر شده است، حداقل 50%ش آماده هست که دیگر با نیروهای مردمی همکاری کند و از همین مصیبت خلاص شود، چون که اونها مجبورن که دیگر جز این سیستم باشن و همشون هم طرفدار اون نیستن. خب در مسئله اون که اگر پس پنجره رو بیم جامعه جهانی چیکار میکند، خب شراف‌الدین رو دزدیدن بردن، چیکار کرد؟ جامعه جهانی مجبورش کرد که با بدون سیاده بلیت بگیرن گسیل کنن. یعنی دزدیدن از روسیه یک چیز است، چون روسیه هم میدونید چه کشور است، ولی دزدیدن یک نفری که در اروپا پناهندگی دارد، برابر شهروند هست، دیگر برای کشور اروپایی کاری ساده نیست و حتما طلب خواهند کرد از حکومتش که او را فشار بیارد برگرداند. اما ما باید کاری کنیم که اصلا این گونه مصیبت ها نشود، چون آدم با آدم فرق دارد. یک کس رو میدزدن جواب میتین، یک کس دیگر رو که دزدیدن شاید ارزش او را داشته باشد که بکشن، نابودش کنن یا به هر یک جنایت دیگر دست بزنن. بنابر همین ما نباید پروا یا که دنبال تکیه به کشورها و سازمانها کنیم، بلکه باید تکیه به خداوند، به ملت و احتیاط رو در همه جا باید که رعایت کرده باشیم. نقطه ضعف حکومت رو من در دیکتاتوری بودنش میبینم، در دزدیش میبینم و در دور بودنش از مردم. و ضعیفترین حکومت همین است که ارتش دارد، قوه دارد، پول دارد، اما از مردمش میترسد. و قوی ترین حکومت هم همین است که هیچی نداشته باشد، نه ارتش، نه نیرو، نه پول، ولی مردمی باشد، با مردمش نزدیک باشد، از مردمش نترسد. من این رو قوی ترین حکومت میدونم و بنابر همین من حکومت رحمانوف رو ضعیف ترین حکومت میدونم، چون که در پس شانه های روسیه و خیتای و ارتش و امنیت و پلیس اینا پنهان شده است، از مردم خودش میترسد. سلامت باشید استاد. کی از ناامیدی ها بس امید بفرمایید، بعد اون کبیر صلاح خوب. سلام علیکم برادر محمود جان، میبخشید ادب خوش کردن کار دادیم گرفتن از بخشش پیشکی. سلام با استاد. استاد یک مسئله را گفتنی بودم. من چند بار در این برنامه اعتقاد کردم نسبت همین بچه‌ها که مقصد با شما هم اعتقاد کردم استاد بخشش، این همچون از دوستوریه پیشکی میگم. مقصد شما هم با یک برادر واس که برآمد کرد شما را گفت که مثال داخل زنگ زد، مقصد گفت شما در حکومت پیش چی با اعتراضاتون را بیان نکردین، وقتی که گریزشتیم بعد اعتراض نسبت دولت کردین. به همین خاطر برادر خطاگی را در همینجا مثال بخشش استاد باز بگم یک بار دیگر که وقتی که حکومت در دست بود از سیفوزه که
در دست شما بود، استفاده نبردن شما در همین مطبوعات برآمد نکردن شما بود که مردم شما را نشناخت. یکم درجه. بعدیم درجه گفتم که وقتی که در ریش نمونم خودم در بیرون آمدم در یوتیوب بعضی برنامه شما را دیدم، محمد علی حیات دیدم که نسبت همین حکومت همین گپا را گرم میزد. به همین خاطر همین برنامه هم یک شانس میتن بگذار همین برادر محمود جان دیگر رو برنامه‌ای که میکنن اقلا همین لیکا بمونن که مردم همین چه شما بخبر شدن. سال 2010 بود 2012 بود در پارلمان وقتی شما نسبت زن تاجیک به دیگر ملت به شوهر برومن مقابل برومابین همین یگان کس نمیدونه توضیح را. و همین خاطر این یک گفتم که نسبت همین مینوسی کاری همین برادرها ہے. اگه مینوسی را اعتقاد کردین نیست مقصد مینوسی خدمت ما خدمت دارم برای این برادرها هم چون یک عضو همین چی حساب میکنم به همین خاطر در این مسئله گپ میزده. و التماس که در یک هفته یک بار برای من نسبت به خاک شما را مردم بشناسند، از شما بخبر شدم که شما کی هستین و ملت چی خدمت کردگی. سلامت باشید برادر عزیز. از ناامیدی ها بس امید است. چند بار تلاش کردید بالاخره ناامید نشدید. پایان شب سیاه سفید است. انشاءالله خیلی شما تلاش کرده که بالاخره وارد صحبت شوید. ملت هم اگر مثل شما پافشاری کند تلاش کند به همون صبح امیدش انشاءالله خواهد رسید. من پیشتر فکر میکردم که شاید من در یک ماه یک بار صحبت کنم کافی هست، دیگر برادران بیشتر صحبت کنن و چون هر چقدر که من بیشتر صحبت کنم همون قدر تکرار میشود، مردم هم ممکن خسته شوند. ولی وقتی آخر احساس کردم که بله شاید که یک مدت هر هفته یک مرتبه یا حداقل 2 هفته یک مرتبه بیام با مردم صحبت کنم و یک مدت همینم که سوال و جواب ها تمام شد، مسائل اساسی رو با مردم صحبت کردیم، باز میتونیم که فاصله رو بیشتر کنیم، دیگر برادران بیشتر صحبت کنن. اما چرا مردم ما رو در داخل نمیشناخت؟ اون برادری که گفت تنقید کرد که چرا در داخل صحبت نمیکرده، یعنی انشالله باور دارم که خودش رو اصلاح میکنه، چون من در داخل زیاد صحبت میکردم. اما شما هم درست میگید مردم نمیدونستن، این عیبی مردم هم نیست و عیبی ما هم نیست که نبود که ما رو مردم نمیشناخت. چرا؟ برای اینکه من 10 سال دپوتات مجلس نمایندگان بودم. در 10 سال تصور کنید که حکومت اجازه نداد که دپوتات یک مرتبه از تلویزیون برآمد کنند. من چند مرتبه درخواست کردم، حتی خطی از رادیو و تلویزیون طلب کردم که در تمام دنیا در همین تاجیکستان دپوتات‌ها هر روز برآمد کرده ایستادن و نشان می‌دهد چرا تلویزیون تاجیکستان یک مرتبه برآمد ما را در پارلمان به نمایش نمیگذارد که مردم ببینند که همین کبیری هم صحبت می‌کرده است، کبیری چی میگه. حتی یک مرتبه خدا رحمتش کند، یک حالا شوخی هم هست ولی واقعیت هست، یکی از دپوتات‌های همکارم بعد رحمتی شد گذشت، یک وقت در جلسه پارلمان بعد شکایت کرد، گفت که و همسایه من بود، یعنی در تالار در همون 5 سال ما در پهلوی هم می نشستیم، از حزب خلق دموکراتی هم بود. بعد شکایت کرد، گفت برای چی؟ گفت فقط به خاطر آن که من در پهلوی کبیری نشستم، وقتی که کادرهای جلسه پارلمان رو نشان میده در اخبار، همون جایی که من و کبیری میام قیچی میکنید، گویا که من در جلسه پارلمان شرکت نکردم. اصلا گفت من پروا ندارم، مرا نشان میتید نمیتید. همون خانم هم باور نمیکند که من همین 3 ساعت در جلسه پارلمان بودم. میگه پیشی کدام زنه که دیگر رفته بودی به بهانه جلسه پارلمان. میگم نه در جلسه پارلمان بودم. میگه چرا همه را نشان میدن تو نشان ندادن؟ بعد میگه زنم گفتم خانم که برای که من در پهلوی کبیری نشستم، کبیری رو که قیچی میکنن دیگر صورت من هم میبرن دیگر به همین. بعد حتی مجبور شد خواهش کند که التماس صورت عکس کبیری رو قیچی میکنه، از ما رو مونید، من طرفدار حکومتم، زنم جنجال میکنه در خونه. یعنی کد تا به این حد میرسید. این شوخی نیست، این یک واقعیتی هست که در پارلمان صورت گیره. من چند مرتبه میگفتم حداقل برآمدهای ما رو نشون دهید، من یگان گپ غیر قانونی نمیگم، ولی متاسفانه یگان بار نشان ندادن و نتیجه همین شد که مردم میپرسند که چرا شما در تاجیکستان گپ نمیزدید، تنقید نمیکردید، امروز خارج آمدید از خارج صحبت میکنید. این کمبودی نه در من است نه در مردم است، این کمبودی باز در حکومت است که حتی دپوتات رو هم از رادیو و تلویزیون دولتی محروم کرده بود.
انشاءالله ما باشین. هفته یک بار تلاش میکنیم صحبت کنیم. سلامت باشین. کبیر سلام خوب بفرمایید، بعد خواهر چرلوس سعیدова. سلام علیکم استاد گرامی. خب برادر استاد کبیری، من یک صحبت شما را تماشا کرده بودم. در اونجا درباره همون مبلغ‌های دزدیده رحمانوف و عائله رحمانوف که به خارج انتقال دادن و همون بانک‌های آفشوری خود، یا شاید کدام به شما سوال کرده بود که همینا را برگردوندن امکان هست یا نه، و شما جواب دادین که مثلا امکان هست. ولی من با این مبلغ‌ها کار ندارم. من فقط چون از دست این عائله ظلم دیدگی هستم، جبر دیدگی هستم، من فقط یک سوال دارم که ما تا کجا امکان داریم که رحمانوف را از خارج، وقتی که مردم قیام کرد، وقتی که مردم قیام کرد و رحمانوف رو به گریز آورد، فرار کرد از وطن، ما تا کجا امکان داریم که رحمانوف را با همون عائله دزد خائن خیانتکارش به وطن بر بگردانیم و به همه این جنایت‌هایشون جواب بدیم؟ به همین سوالی من خواهش میکنم جواب بدین. برادری عزیز، اولش که ما کار کنیم که رحمانوف از کشور فرار نکند و حتی ما باید کار کنیم که رحمانوف را در دوره پریزنتیش در دادگاه بین المللی بر دادگاه کشیده شود، جنایتاش ثابت شود. البته کار آسان نیست، من این را باید بگم. وقتی ما با ادوکات ها صحبت کرده شدیم، خود ادوکات ها میگن که همگی در تاریخ دادگاه بین المللی جنایی چند پرزیدنت را حکم صادر کردن که بازم مثلا بسیارش رو نتونستند بعد حکم هم حتی حبس کنن، ولی چند نفرش به دادگاه کشیده شد. ما باید کار کنیم که در دوره پرزیدنتیش به دادگاه بین المللی کشیده شد و او دیگر امکان سفر از تاجیکستان به یگان کشور خارج نداشته باشد، چون وقتی که حکم دادگاه بین المللی صادر شد، به هر کشوری که سفر هم کند، چه در به همچون پرزیدنت یا غیر آن، باید که بازداشت و حبس شود. یعنی این دادگاه باید که در داخل کشور صورت بگیرد و در نزد ملت باید جواب بگیرد. اما فرض حالا فرار کرد و هر کجای رفت، چون در منطقه کشورها هستند که این دیکتاتورها را جا میتن، دوستی و رفیقی دارن. مثلا لوکاشنکو باقیف رو بعد از فرار کردنش جا داد، اکایف در روسیه هست، یانوکوویچ در روسیه هست و این دوستی و رفیقی را دارن. در اون صورت ما باید دیگر تمام مکانیزم‌های بین المللی را استفاده بریم که باز با کشور برگردانده شود و در نزد ملت و دولت اینها جواب بگیرند. بنابر همین باید از تمام از حقوق بین المللی استفاده کرد. این مکانیزم ها در سندهای بین المللی ثبت شده است و ما باید از این امکانات بین المللی خوب استفاده بریم و الکی کار شروع شده است و فقط باز خواهش میکنم از همه برادران و خواهران، از هم ملتان عزیز، هر کسی که از دست این نظام، این گروه ضرر دیده است، چه ضرری مادی، چه معنوی، چه یک خش و تبار یا خودشون، دیگر الکی این گروه کار شروع کرده است. با ما معلومات ها را بفرسته، انکت ها پر شده ایستادن و بعد دادگاه بین المللی مراجعه شد. الکی از بالای رحمانوف قرقیز ها بردن. ما با این کار نداریم. من شخصا مخالفم. من مخالفم که یگان کشور خارجی پرزیدنت امامعلی رحمان را به دادگاه بین المللی بکشد. این را باید ملت تاجیک کنند. و من حتی با بعضی قرقیزها گفتم که شما اینجا اشتباه کرده ایستادید، ما طرفدار نیستیم و ما مخالفت میکنیم. برای چی؟ برای اینکه وقتی که قرقیزستان یا اویغورها کسی دیگر الکی رحمانوف رو به دادگاه بین المللی کشیده ایستادن یا حکومت تاجیکستان را، وقتی که ما هم به دادگاه بین المللی درباره جنایتاش نسبت ملت مراجعه میکنیم، بعضی‌ها میتونن ما را متهم کنند که ما با کشورهای خارجی همکاری کرده ایستادیم برای تاجیکستان رو به دادگاه بین المللی کشیدن. برای ما گفتن که ما مخالف اون پرونده ها هستیم، اما باید که رحمانوف را خودی ملت تاجیک هم در دادگاه بین المللی و هم در دادگاه ملی پس از عوض شدن حاکمیت باید بکشد. خب صدا قطع شد مثل که برادر محمود جان، یا نه؟ یا فقط در من قطع است؟ بله قطع کردم. خواهر چرا سعیدова بفرمو. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. علیکم سلام. اکا جان یک سوال داشتم. سوال من همین که
حاضر تاجیکستان با زنکه تاجیک گرانیس قرغیزستان و تاجیکستان وایران کده گذاشته پولی قرغیزا با کار کده استای یک کپیک بعد این چیزا را چه گفتن میخواهید اکاجا؟ من همین سوال داده بودم. یک بار دیگر شرح میدادید خواهر، چون من پورا نفهمیدم که گرانیت قرغیزستان گذاشته ایستادند برای چی؟ برای کار در اونجا کجای کار هست یا برای چی میروند؟ پولیا با اکاجان. آها. پیاز، کارتوشکا یا گوچ همه خیل کرور کردن، همه خیل گرانیس وایران کرده گذاشته. همون عکسی که به نظرم همون عکس هست نه؟ همون عکسی که گویا که سورا قصران همون یک عکس است گویا که زنهای تاجیک ویدیوشون هم هست اکاجان. اونا در زمین های قرغیزا کار میکنن؟ چون من این معلومات رو متاسفانه نداشتم. ها زمینه قرغیزستان برافته کار کده است کپیک با قرغیزا حاضر بله حکومت تاجیکستان گفته است که ما نمیشناسیم اینو کی هستن. نه اون حکومت تاجیکستان هیچ کس نمیشناسد. اونا دیگر شهروند تاجیکستان نیستن. اینا تلاش میکنن که خودشون رو از این عیب ها دور کنن، ولی اونا اگر شهروند تاجیکستان باشن و واقعا این عکس ها و نوارها درست باشد واقعا جای تاسف است. ببینید چگونه من برای میگفتم که همین جنگی که در مرز قرغیزستان و تاجیکستان شد یک جنگی ساخته بود از طرف دو حکومت، دو پرزیدنت، شاید برای آنکه ملت و مردم را از مشکلات داخلی به سمت دیگر بکشانند. اما ملت قرغیز و تاجیک طول عصرها در پهلوی همدیگر زندگی میکردن، همکاری میکردن و همین اگر گپ راست باشد که زنهای تاجیک مرز را گذاشته در زمینهای قرغیزا برای یک پول ناچیز کار میکنن، بیانگری آن هستند که دو ملت دشمن نیستند. این دو ملت همکاری میکنن و باید همکاری کنند. اما سیاستمداران برای غرضهای خودشون ملت ها را به هم جنگ میاندازند و مشکلات را سری وقت حل نمیکنند. ببینید خواهری عزیز، وقتی که یک زنی تاجیک مجبور می شود به کشور همسایه غیر قانونی برود در زمین قرغیزا کار کند، معنای آن را دارد که در داخل کشور این زن جای کار پیدا نکرده است و بازم بگذرد به کشوری که با ما در حالت جنگ قرار دارد یا قرار داشت و این واقعا جای مصیبت است و این جای عیب و شرم برای حکومت تاجیکستان است. اما دیگر بارها گفتیم که وقتی پوست قفس می شود دیگر عیب و شرم برای اونها هیچ، اصلا از اینا فاصله از اینها دور هست. من خواهش میکنم از شبکه‌ها، از مردم که مسئله رو پیگیری کنن و ما هم باید پیگیری کنیم که اگر این واقعا هم راست باشد، اثبات شود که این چنین است، باید یک اعتراض شدید به حکومت جمهوری تاجیکستان کرده شود. اولا چگونه مرز را غیر قانونی مرزبانای ما اجازت میدن که میگذرن، پس معلوم شود که از اون طرف هم آدم ها غیر قانونی میگذاشتن. بعدا چرا مجبور کرده، چرا وضعیت رو به این حد رسوندید که زنی تاجیک در روسیه مهاجر، زنی تاجیک در قرغیزستان مهاجر، در قزاقستان مهاجر، در تمام دنیا مهاجر. هم نبود که مرد تاجیک میرفت در صحرا و در اگرات و در معذرت میخوام فرمه ملت ها و کشورهای دیگر کار میکرد. امروز زنی تاجیک مجبور است که خدمتگار و غلام و فعالیتکار یا پنجه‌کار کشورها و ملت های همسایه باشد. حالا من به اون طرفداران رحمانوف که همچون پیشوا میگن 10 تا پیشوای دیگر از دهانشان بیرون میآید، خب چی ملت است و چی پیشوا دارد و شما کی هستید و این زنی تاجیک، خواهر تاجیک از کی هست؟ این رو با خودتون سوال بدهید، بعد بیاید با ما اینجا بحث کنید و بگید که ما غلط میگیم. خواهر عزیز تشکر برای این سوال و این مسئله رو پیگیری کنید و شما هم کمک کنید که خواهران یک زندگی بهتر داشته باشند و این مسئله رو بهتر و بیشتر در رسانه‌ها بردارید. تشکر زیاد. برادر استراشن، دوستی عزیز استراشن فرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام.
بله بفرمایید. آواز ما هست که محیدین کبیری میشنوید آواز ما رو؟ بله بله بفرمایید. سوال چین است. به همگان معلوم است که انشاءالله آینده کشور خیر پیری قطع شدن استاد. یک سوال، چند سوال دیگر است که ما فقط وقتی کمتر داریم استاد. یک به نام محمد صبوری نوشته است که سلام، خسته نباشید استاد کبیری، خدا حفظتان کند. میخواستم نظر شما را در مورد قراردادهای کانهای طلای تاجیکستان با چین بفهمم تا کجا این به نفع کشور و ملت عزیزمون است و از این کانهای طلا چقدر به صورت حساب اولیای رحمانوف میریزد. اصلا با چین یک چنین قراردادهای اقتصادی تا کجا درست و به نفع کشور و ملت عزیزمون هست؟ سلامت باشید. من این قراردادها را، این گونه قراردادها که برادر گفت جز یعنی همون طرح دزدی که رحمانوف و کماندش برای تاجیکستان و ملت کشیده است جز همون میدانم، چون یک سخم اقتصادی و مالیوی را اینا راه اندازی کردن از طریق شرکت‌های با نام چینی، با نام کشورهای دیگر، بریتانیا و اینها که اینا همه شرکت‌های خودشون است. من بار دیگر تکرار میکنم برادر عزیز، وقتی که سازشنامه همین راه دوشنبه چناق را در پارلمان تصویب میکردیم ما دپوتات ها، همین سازشنامه را برای راتیفیکاسیا بین حکومت تاجیکستان و یک شرکت چینی معرفی کردند. وزیر نقلیات تاجیکستان جناب اشورov که بعداً سفیر شد گفت که این سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و یک شرکت چینی هست. بعد معلوم شد که این شرکت چینی در جزیره های افشاری ویرجینیا ثبت نام شده بوده است و صاحب شرکت هم خود رحمانوف بوده است. حالا میگن دخترش و پسرش و دامادش دروغ است. 100% صاحب این شرکت خود رحمانوف است. ما اینا باز دلیل های دیگر هم داریم. یعنی نه همه اون شرکت های چینی که کانهای طلا را دارن برای در کانهای طلا کار میکنن، کانی مثلا میس است و دیگر کانهای کندنی های فایده‌ناک تاجیکستان همه شرکت های چینی هستند. من یک معلومات دیگر داریم وارد آن کار کرده هستیم 100% هنوز دقیق نشده است که امام علی رحمانوف در عوض این امتیازاتی که به چین داد زمین و دیگر جاها در بیرژه شانگهای و در بعضی منطقه های افشاری چین هم بعضی از سرمایه ها را به شکل هدیه و سرمایه خود را وارد کرد و الان سرمایه هایی که به نام شرکت های چینی وارد میشن یک قسمش سرمایه های خود رحمانوف است که با نام شرکت های چینی آماده شده است و اون کان های طلا را هم در 50 با چینایی خودشون آبولای کرده ایستادن. بنابر همین این حالا من 100% گفتن نمیتونم برای آنکه تحقیقات تا به آخر نرسیده است، نباید که نه نسبت چین تهمت شود و حرف دروغ گفته شود و حتی نه نسبت رحمانوف. انشالله که اینها تحقیقات ها به انجام رسید حتما این را در بین مردم نشر خواهیم کرد. اما 100% اینا بر ضرر ملت است و جزئی همون طراحی های خود رحمانوف است که برای دزدیدن مالکیت و سرمایه ملت راه اندازی شده است. استاد یک 10 دقیقه وقت داریم. این برادر سراوشان صحبت کنن، بعد اون یک دو سوال بیرون از همون چی است ولی خواهش میکنم کمتر سریعتر جواب داده شود. خوب است. بفرما برادر سراوشان بفرما. شما السلام علیکم. بارگر بخشش محیدین کبیری. ما گفتم با همگان معلوم است که آینده ملت شما هستید. سوال چنین است: تاجیکستان آب بسیار دارد لیکن خلق ندارد. شخصا من از ایسترافشان اگر در ایسترافشان آبی پالیزی بسیار می بود همه روسیه عموما هم نمی آمده، وابشه نمی آمده، نه شخصا من، تمام مردم به فکرم. اگر که شما پرزیدنت شدید به همون آبی پالیزی تامین کردن ممکن است یا نه؟ تمام تاجیکستان شخصا ایسترافشان. برادر عزیز چرا میگه در تاجیکستان آبی پالیزی نیست؟ تاجیکستان 62% ذخیره های آبی آسیای مرکزی را دارد. تاجیکستان در جهان از روی مقداری از روی قدرت هیدروانرژتیکیش، یعنی که آب انرژتیکیش 8مین کشوری بای جهان هست.
چگونه در این کشوری که در آسیای مرکزی 62% آب را دارد، در جهان جای هشتم پتانسیل هشتم جهانی را دارد، در استراوشن یا در یک ناحیه دیگر آب پالیزی نبوده است. این معنی آن را دارد که سیاست اگراری، سیاست آب و انرژتیکی ما و واد خواجگی آب تاجیکستان اشتباهی عملی شده ایستاده است. آب یا فروخته می شود یا حکومت دانش و توانمندی و قدرت استفاده این پتانسیل را برای اقتصادیات و برای خواجگی قشلاق تاجیکستان ندارد. نه تنها اگر من سر قدرت بیام یا پیمان ملی، هر کسی دیگر که سر قدرت می آید، وظیفه اولین درجهش این است که این پتانسیل ملی و کشورمان را درست استفاده برد و سیاست‌های درست اقتصادی را راه اندازی کند که مردم حداقل با آب آشامیدنی و با آب پالیزی در داخل کشور که سرچشمه آب است تامین باشد. رحمانوف هر کجایی که سفر کند به اردن، بین تاجیکستان و اردن ببینید چقدر فاصله هست و حتی ما مرز مشترک نداریم. برای به اردن رسیدن باید که اول افغانستان و ایران و عراق را بگذره بعد به اردن رسید. رحمانوف به اردنیا آبی صاف آشامیدنی نوشاکی وعده کرد که تربه میکشد به اردن میرساند. واقعا جای خنده آور بود، هم برای اردنی و هم برای مردم تاجیک در همون دنگره خودش در فیض آباد ما یا در ناحیه‌های دیگر مردم آب نوشاکی ندارند، با خر و با اسب از جویبارها آب میکشانند. این بنده خدا میره در اردن و در کویت و در نمیدونم موزامبیک با اونا آب نوشاکی وعده میکنند. این همش یک نمود افسانه بافی هست. خودت یا سیاست اقتصادی اگراری و آبداری را درست به راه ماند، انشاءالله که همش تامین خواهد شد و من مطمئنم که حکومت بعدی اولین کاری که خواهد کرد این اصلاح این وضعیت در خواجگی آبداری می باشد. سلامت باشین استاد. یک نفر از حال دادر که حمزه جان پرسیده است که چی حال دارن گفتن. سلامت باشه برادر عزیز. حمزه جان مکتب رفته ایستاده است، خیلی خوب میخوند، الکی با زبان آلمانی گپ میزند. در بدنش از اون بیماری دیگر یگان چیز باقی نمونده است الحمدلله. فقط یک مقدار همون خیمکتایی که استفاده کردن از قبل هم گفته بودن به شنواییش تاثیر منفی رسانده است که با اون دستگاه شنوایی حالا در مکتب مخصوص خوانده ایستاده است و بهترین شرایط دارد الحمدلله. ماشین هر سحر میاد از پیش خانه با راننده ماشین از حساب دولت میبرد و میارد و خدا را شکر که با کمک مردم با لطف پروردگار حمزه از اسارت آزاد شد و امروز در یک شرایط خوب به سر میبرد. تشکر برادر. سلامت باش استاد. امروز یک سوال، امروز صدر جعفروف به دوشنبه، پرزیدنت قرقیزستان به دوشنبه سفر کرد. اول شده برای آرام کردن وضعیت. چرا رحمان او را شخصا پیشواز نگرفت، او را سروزیر کشور پیشواز گرفت؟ این مسئله را چه شرح میدید؟ رحمانوف سطحش را از او بالا میدوند یا وضع را آرام کردن نمیخواهد؟ نه برادران عزیز، یک مسئله را خوب باید از لحاظ پروتکل و دیپلماتی ما درک کنیم که سفر پرزیدنت میتواند کاری باشد، سفر رسمی میتواند باشد و سفر دولتی. هر کدام از این سفرها استاتوس خود را دارد. سفر کاری از سفر رسمی فرق میکند، سفر رسمی از سفر دولتی فرق میکند و شرط نیست که در وقت یک پرزیدنت با سفر کاری یا سفر رسمی مثلا با کشور بیاد حتما پرزیدنت پیشواز بگیرد. میتواند سروزیر، رئیس پارلمان پیشواز بگیرد و اینو پروتکل خدمات پروتکلی هر دو کشور هماهنگ میکنن، از پیش معلوم میشود و یعنی طرف قرقیزستان میداند که هنگامی آمدن پرزیدنت رو سروزیر پیشواز میگیرد و این در تجربه دیپلماتی عادی هست و هیچ ربطی به اون ندارد که رحمانوف خودش رو از جعفروف بالا گرفته است یا کم گرفته است. رحمانوف هم سفر کند و سفری ولی استاد یعنی از نگاه هنگامه و از نگاه مثلا پیشوازگیری و اینها فرق نمیکند از پیشواز رئیس جمهوری کشور دیگر؟ نه ببینید وقتی که مثلا پرزیدنت ازبکستان سفر کرد یک پیشوازگیری غیر عادی بود. حتی تا جای من این را میتونم بگم تملق کارانه هم بود که در شرایط کرونا ویروس اینقدر مرد و زن بخصوص دختران رو بود در پیشواز یک پرزیدنت
حتی کشور دوست و برادر هم باشد برآوردن. به نظرم حتی شاید با خود میرزایف هم این چیز معقول نشد، چون تملق و خوشامد و زیاده روی به هیچ کس معقول نیست. اما شاید این پیام داشت و رحمانوف میخواست با این قبولش، با این پیشوازگیریش دل میرزیایف رو برای نقشه‌های بعدی خودش گرم کند. اما با قرقیزستان، با جپاروف ما در شرایط برخورد و تنش‌ها هستیم و من فکر میکنم که در این شرایط پیشوازگیری دبدبانک جپاروف نه منطقی می بود و نه کار مناسب می بود و این را با فکرم باید عادی قبول کرد. مهمتر برای ما و شما این است که این واخوری ها چی نتیجه میتد. اگر واقعا نتیجهش این شود که مسائل های مرزی حل شود، دیگر فرقی ندارد که رحمانوف پیش جپاروف رفت، جپاروف پیش رحمانوف آمد. اما نکته اساسی این است که باز من تکرار میکنم و خود همین سفر اثبات کرد و زنگ تلفنی دو پرزیدنت در یک روز 2 بار 3 بار اثبات کرد که بین دو ملت، دو کشور هیچ مشکلی جدی نیست. این مشکلی ساخته بود و هر دو با مشورت شاید گفتن که ما این مشکل رو با وجود میاریم و بعد تلفن میکنیم و یکدیگر رو دوست و برادر میخوایم، چون که هر کدام میخواد در کشور خودش قهرمان باشد و خود را پاتریوت نشان بدهد. سلامت باشید استاد. اخیرا سوال است در قضیه برادر عزت امان. همین فشاری که بالای کی آمده است، بالای بختاور و بالای دیگر ها آمده، بسیاری از مردم فکر میکنن که این یک یعنی زندانی کردن تنها یعنی پیامی هست که نه تنها حکومت میخواد عزت امان رو زندانی کند، بلکه میخواد پروژه عزت امان رو مثلا زندانی کند. نظر شما چی است؟ بله، من نه تنها پروژه عزت امان رو میخواهد که زندانی کند از بین برد، اصلا تمام این روح زنده مهاجرین رو در روسیه و در جاهای دیگر میخواد کاملا از بین برد که البته این شدنی نیست. انشالله ملت و مهاجرین اجازه نخواهند داد. اما من با اون برادران، البته کاری خودشون است، خودشون وضعیتشون رو از من بهتر میدونن، برابر اون که عزت امان رو حبس کردن، من به همه برادران توصیه داده بودم که از روسیه بیرون شوند، بخصوص کسانی که در اطراف عزت امان بودن و کمک میکردن، چون که این ریسک به هر کدام اونها تهدید میکند. اما باز وضعیتشون رو خودشون میدونن. حتی همون توصیه هایی که مردم داده بودن به عزت امان که به اروپا هجرت کند، اون گوش نکرد و بالاخره متاسفانه زندانی شد. حالا هم این توصیه ها نسبت دیگران پابرجاست، ولی بازم تصمیم در دست خودشون است و یک فکر استاد یک فکر دیگر برادران را یک فکر نوشته است که این عزت امان پروژه شما بود. خب هم داعش پروژه من است، طالبان پروژه من است، عزت امان، گروه 24 هم میگن همون خیل و هر کسی که در جامعه یک کمتر حرکت میکند، روح زنده دارد، حکومت این را پروژه ما میگه. مانده است همون که خود رحمانوف را هم پروژه ما بودن. یک روز مرا پروژه رحمانوف میگفتن، الان دیگر همه چیز در تاجیکستان شده است پروژه ما. اما فراموش نکنم که ملت با رحمانوف و با کبیره و با عزت امان تمام نمیشود و هیچ کس پروژه یک کسی دیگر نیست. این ملت باز فرزندهای دیگر رو تولد میکند، با وجود میارد و انشاءالله که این قدرت رو این ملت دارد. خب دیگر برادر محمود جان، برادران عزیز، ما این ساعت شد، اگرچه 1.5 ساعت گفته بودیم و خیلی هم شما خسته شدید، ولی من از سوالهای شما این را درک کردم که مردم نه تنها تشنه صحبت است، بلکه مردم خیلی آگاه شده است، مردم خیلی بیدار شده است. حتی من احساس کردم که طرفداران حکومت هم آداب و فرهنگ سوال دادن و بحث را هم روز به روز یاد گرفته ایستادن، بهتر شده ایستادن. امیدوارم که این ادامه خواهد یافت. تا صحبت‌های بعدی شما را به پروردگار یکتا میسپارم. استاد از شما تشکر میکنم که این وقتتان را به ما دادید و همچنین از تمام بینندگان که با ما بودند، صحبت کردند، لایک موندند، اینجا شرکت کردند تشکر میگویم. تا صحبت‌های بعدی خدایا رو مددگارتان. سلامت باشید. خدا نگهبانتون باشد.